برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود صمیمی با یکایک شما تماشابینان و مخلصان عزیز گرامی، هموطنان ارجمند، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. ما امروز با الهام از پیام پیشوای ملت، البته در درون ناخنک، درباره صناعت کنونی با سرعت کشور صحبت میکنیم. صناعت کنونی با سرعت کشور طوری چند سال است وردی زبان هاست، خصوصا در زبان رئیس جمهور کشور خیلی آسمانی صدا می دهد و سال به سال این گپ به مردم رسانیده می شود. از بالای این گپ همین صناعت کنونی جامعه، صناعت کنونی با سرعت کشور، برنامه 1 ساله میکشند، برنامه 2 ساله، برنامه 5 ساله ترتیب میدهند و چنان وانمود میکنند که گویا این برنامه روی کار آمده است و اجرا شده ایستاده است. واقعا اجرا شده ایستاده است؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، شما سرلوحه برنامه را دیده نهراسید. نگوید که این حالا این مسئله های اقتصادی برای ما نیست، نگوید که این مسئله حالا من میفهمیدگی نیست. حتما باید شما فهمید و امید دارم که 100% میفهمید و کوشش کنید تماشابینان عزیز که در این برنامه جدی فعال باشید، چون که این آش دهان هر یک نفر ملت است. مسئله صناعت کنونی با سرعت کشور این یک مسئله جدی است که حالا فقط در روی کاغذ است و در زبان رئیس جمهور و چند از زیردستانش. تمام صناعت کنونی با سرعت کشور را به چشم نمی بینید، یا در ورق میخونید یا از رئیس جمهور میشنوید. حالا ببینید، همین روز به طور مثال بیشتر درباره پخته گپ میزنیم. به طور مثال بیشتر درباره پخته گپ میزنیم، چون که حالا عین به آخر رسیدن غونیچین پخته است و امروز روزهای است که مسئولین درباره غونیچین امساله پخته حرف میزنند، درباره چند قدر پخته حاصل برداشتن، چقدر صادر کردن، چقدر کارکرد کردن ها گپ میزنند. بیاید ما هم در همین باره امروز استاده گذاریم، بیشتر در همین باره. به طور مثال که یکی از حاصل اساسی تاجیکستان، یکی از بویگری اساسی تاجیکستان که حتی تیلای سفید هم مینامند پخته، در تاجیکستان چگونه کارکرد می شود، چه خیلی استحصال می شود. ببینید، تاجیکستان به 174 میلیون و 200 هزار دلار نخ پخته صادر کرده است و به 82 میلیون و 300 هزار دلار مصالح تیار نساجی وارد کرده است از بیرون، از خارجه به تاجیکستان. روند افزاینده صادرات محصولات خام پخته سالانه به اقتصاد کشور نکمتر از 600 میلیون دلار زیان، یعنی خسارات وارد میکند، ضرر. قسمی اساسی صادرات محصولات نساجی از تاجیکستان را نخ پخته تشکیل میکند. طبق معلوماتی که اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده است، صادرات نخ پخته در سال جاری، یعنی سال 2021، افزایش 43% داشته است. 43% افزایش داشته است که
این نشان دهنده روند کاهش کارکرد پخته در داخل کشور می باشد. یعنی 43% زیاد کردند. 43%. یا بیدی گیرید. نسبت به سال گذشته صادرات نخ پخته یعنی به شکل خام 43% زیاد شده است. آمار نشان می‌دهد که 72% صادرات محصولات نساجی از تاجیکستان را نخ پخته و تنها 28% را محصولات تیار و نیم تیار تشکیل میدن. حالا میبینیم این 72% و 28% را. این نشان دهنده تماشابینان عزیز با مبلغ نشان داده شده است. یعنی تنها با مبلغ است. در حجم این نشان دهنده کاملا فرق میکند در حجم. ببینید در 10 ماه سال 2021 که فردا سال 2021 تمام می شود، مبلغ صادرات محصولات نساجی به حدود 243 میلیون دلار رسیده است که نسبت همین دوره سال گذشته کمتر از 43% یعنی 42.9% بیشتر می باشد. بیش از 174 میلیون و 200 هزار دلار از مبلغ این گفته شدگی متعلق به فروش نخ خام پخته است که 50.8% افزایش یافته است. اکنون ببینید وقتی که صادرات در حجم حساب می شود نشان دهنده های دیگر به دست می آیند. ما بعضی از چیزهای دیگر را می فهمیم در اینجا. وقتی که صادرات با مبلغ نیو با حجم حساب می شود بعضی از نشان دهنده های دیگر معلومات های دیگر به دست می بیایند. اینجا چی گفتنی است من؟ حرف اساسی این است که محصولات تیار نه کمتر از 3 مراتبه گرانتر از محصولات خام می باشند. یک محصولات خام رو میگیری وای رو کارکرد میکنی، مثلا پخته رو میگیری او رو رسمان میبافی، از رسمان متا میشود، مثلا گریم از متا یک چیز دوخته میشود، مثلا گریم کاستوم کرته یگان لباسواری دوخته میشود. او لباسواری از این اشیای خام یعنی از خودی پخته تقریبا 3 برابر قیمتتر فروخته می شود. درست است؟ یعنی بجای اون که ما در داخل تاجیکستان پخته رو بگیریم رسمان کنیم، رسمان رو بگیریم متا کنیم، متا رو بگیریم لباس کنیم، هر سه این در این هیچ کار کرده نمی شود. پخته رو میگیریم ما تنبل ها انمی خیلی خام میبراریم میفروشیم به نرخ ارزان پدرکه میکنیم گویا. بله اکنون با همین حساب در صورت کارکرد داخلی همه نخ پخته قیمت نخ خام صادر شده از 174 میلیون و 200 هزار دلار حداقل اگر 3 برابر زیاد کنیم 522 میلیون دلار می شود. همچنین از واردات 82 میلیون دلاری محصولات تیاری نساجی پیشگیری میکنیم. اگر پیشگیری شود باز هم یک حسابی عجایب و غرایب به دست می بیاید. یعنی این 82 میلیون دلار را با او 522 میلیون دلار اگر همراه کنیم کشور نکمتر از 600 میلیون دلار درآمد میگیرد. بله نه کمتر از 600 میلیون دلار به جای 174 میلیون دلار. اکنون آمار نشان میدهد تنها 68 میلیون و 800 هزار دلاری که صادرات محصولات نساجی به محصولات تیار و نیمه تیار راست می آیند. همینجا معلوم می شود که مبلغ نخ پخته که برای
آماده سازی آن استفاده می شود حد اکثر 23 میلیون دلار را تشکیل می دهد. 23 میلیون دلار. یعنی تناسب صادرات محصولات خام و تیار، دقت دید اونجا گفته بودن 72 درصد و 28 درصد 28 درصد کارکرد می شود، 72 درصد صادر می شود. بله ام این نه، بلکه 88 درصد از این میبراید که صادر می شود به خارج اشیای خام پخته. فقط در داخل تاجیکستان 12 درصد کارکرد می شود و خلاص. 88 درصد همچون اشیای خام برآورده می شود و فقط در داخل تاجیکستان 12 درصد کارکرد می شود. تمام درست است. اکنون نگاه کنید درباره فروش داخلی محصولات تیار نساجی وطنی در یگان جا آمار نیست یا شاید باشد ما پیدا نکردیم. اگر یگان نفر از شما تماشابینان این آمار رو داشته باشید خواهش میکنم به ما بفرستید ما استفاده کنیم، اما ما کافتیم نیافتیم. اما حتی با در نظر داشت طلبات داخلی این تناسب از 80 به 20 درصد بیشتر نیست. یعنی ماکسیموم اگر در تاجیکستان پخته 12 درصد نیو، اگر حساب ما خطا باشد شد 20 درصد است. از 20 درصد زیاد نیست. ماکسیموم باشد 20 درصد در تاجیکستان پخته کارکرد می شود. از 20 درصد زیاد نیست. 80 درصد پخته خام به خارج برده می شود. در این باره ما در چند برنامه ها گفته بودیم، اما اینجا می خواهم چند دروغ بافی ها در اینجا آشکار شود. ببینید خیر 12 درصد ما گفته ایستادگی خطا باشد، اگر شاید 85 و 15 باشد. بله یعنی حد اقل 80 درصد نخ پخته به خارج فرستاده می شود و حد اکثر ماکسیموم 20 درصد در داخل کارکرد می شود. ماکسیموم 20 درصد. حالا پخته را همچون اشیای خام به بیرون صادر کردن 80 درصد پخته، این در چه حال است تماشابینان عزیز؟ در همین حال است که امام علی رحمان در پیام سال 2019 گفته بود که کسانی که به استحصال و کارکرد نخ پخته در داخل مشغول می شوند از انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد هستند. با وجود همین کارکرد در داخل تاجیکستان خیلی سست است. نه اینکه افزایش یافته است بلکه رو به رکود است. حالا اول بیایید همین حرفای امام علی رحمان را که سال 2019 2 سال پیش گفته بود شنویم. نه در همه ساحه‌ها جاوگوی طلبات است. مثلا سال 2018 کارخانه‌هایی که با کارکرد پوره نخ پخته مشغول می باشند از 6 نمودی اندازها پوره آزاد کرده شدند. همچنین فروش لباس‌های مکتبی از انداز ارزش علاوه شده و واردات اشیاء تکمیلی برای استحصال لباس‌های مکتبی از باج وارداتی و از انداز از ارزش علاوه شده آزاد کرده شد. اما سال 2018 از حجم 98,000 تانه نخی پخته استحصال شده 93,000 تانه آن با در نظر داشت بقیه سال گذشته صادرات شده سطح تأمینات خوانندگان با لباس مکتبی استحصال وطنی در 8 ماه سال 2019 همگی 9% را تشکیل نمود که نهایت تشویش آور می باشد. دیگه تماشاگران عزیز در سال 2018 این پیام رئیس جمهور در سال 2019 است. حالا پیام رئیس جمهور در سال 2021 گپ زده بودیم. این پیام رئیس جمهور در سال 2019 است. ببینید
ما رئیس جمهور را حکومت تاجیکستان را همین رژیم را تهمت نکرده ایستادیم و این را خودتون از زبان رئیس جمهور شنیدید. از همین چیز تنها 9% لباسی که برای خوانندگان آماده کرده شده است، برای خوانندگان آماده شده است، تنها 9% استحصال وطنی، 9% استحصال وطنی، 91% از خارج وارد شده است. این را خودی رئیس جمهور گفته شده است. 91% از خارج وارد شده است. اکنون ببینید، شما میگویید از 6 نمودی انداز کسانی که به استحصال نخ پخته سر کار میگیرند، به کارکردی نخ پخته سر کار میگیرند، از 6 نمودی انداز آزاد کرده اید. فهمیده شدید؟ از 6 اما از وقت با وجودی همین از 98,000 تن 93,000 تنش رفته است، 5,000 تن مونده است. 5,000 تن کارکرد شده است. خلاص. من نه رئیس جمهور گفته شده است. در یک کشور احوال همین است. احوال همین چیزی که دیده ایستاده اید. با اینها مسئله لباس همینجا شاید دیگه فرصت نشود گفته گذارم. مسئله لباس مکتب بچگان، هر یک فرد تاجیکستان که فرزندش در مکتب تحصیل میکند میداند که از هر کجا لباس مکتبی خریده نمیتواند. اینها دوکانی یا که کارگاهی دوزندگی توسعوی دارد هر یک مکتب و این کارگاهی دوزندگی توسعوی از همین بالا توسعه شده میباید. از همین بالا توسعه شده میباید و مکتب ها به فرمان میشود که در فلان کارگاهی دوزندگی باید لباساشون دوزانند و وقتی که بسیاری ها شکایت از آن میکنند که و وقتی که متریال ها یعنی متاهای مخصوص برای لباس طالب علمان آورده شده است، وقتی میبینی لباس متا نهایت پس صفت است. یک ماه دو ماه خواننده میپوشد، پخالک زده میرود، همیشه کلوله پخالک پشمینک شده میرود، یعنی آشغالباب مصرباب میشود. بعد از 2-3 ماه خواننده او لباس برای پوشیدن شرم میدارد، پخالک بستگی همه جایش با یازیده رفتگی است. این حالت به هر یک نفر تاجیکستانی که فرزندش در مکتب تحصیل میکند آشکار است، معلوم است، میداند. اما یک شهروند تاجیکستان چرا نه من از این شما نمیگیرم، میرم از بازار صفتی بلندش را میخرم گفته نمیتواند؟ برای آن که اینها این چیز را منپولی کردگی هستند و همین گفتگی های خودشان را هم مخصوص خودشان گرداندگی هستند و آسمان بلند زمین سخت، بیچاره مردمی تاجیک در همین حال ماندگی است. اکنون ببینید، زمانی که باری اول امام علی رحمان در اول سال 2000 از حکومت طلب کرد که تدریجاً باید تمام پخته وطنی در داخل کشور کارکرد شود، 76% آن در شکل خام صادرات و 24% در داخل کارکرد میشد. سال 2000 اهمیت دهید، سال 2000 76% خارج میشد، 24% در داخل کارکرد میشد. حاضر ماکسیموم 20 گفته شده، یعنی 4% در داخل کارکرد کم شده است. من صناعت کنونی با سرعت کشور در 20 سال ما به عقب رفته شدیم. در 20 سال پیش امام علی رحمان 21 سال پیش وقتی که صادرات نخ پخته 76%
و کارکرد در داخل تاجیکستان 24% بود و گفتگی بود که باید در داخل کارکرد نخ پخته زیاد کرده شود، در داخل رسمون کرده شود، متا کرده شود، لباس کرده شود، گفتن گپ. اما چی شد؟ اون زمان 76%، حالا ماکسیموم یعنی مینیموم 80%، ماکسیموم کارکرد و استحصال 20%. حالا ما 12% حساب کردیم، از روی حجم 12% حساب کردیم. خوش اکنون ببینید که با همین قدر تقریبا 22 سال شد. در این 22 سال به جای آن که بالا رود 4% سطح استحصال و کارکرد پخته در داخل کشور 4% پایین شده است. بله، این هم یافت شد. اکنون این هم خلاصه آخر نیست تماشابینان عزیز. تنها تناسب استحصال کارکرد نخ پخته در سال جاری است. این هم خلاصه آخری نیست. در اصل استحصال پخته در این مدت حدود 30% کم شدگی است. دقت دهید، حدود 30%. چی خیل؟ یعنی از حساب حجم کارکرد نخ پخته در داخل در دوام 22 سال صنعت کنانی با سرعت کشور، کارکرد نخ پخته در کشور نه کمتر از 35% کم شده است. اکنون در همین حال مبلغ واردات محصولات تیار نساجی از خارج بیش از 82 میلیون و 300 هزار دلار را تشکیل داده است. در یادتان داشته باشید با در نظر داشت انتقال، باج گمرکی و اندازها، این محصولات از شکل اولیه یعنی نخ پخته نه کمتر از 5 مراتب گرانتر تمام می شود. یعنی اگر این محصولات که با گمان غالب از پخته تاجیکستان تیار شده اند در داخل کشور تیار می شد، نه تنها از بیرون رفتن 82 میلیارد و 300 میلیون دلار پیشگیری می کرد، بلکه نه کمتر از 60 میلیون دلار فایده می آورد. درست؟ یعنی امام علی رحمان اکنون نگاه کنید در پیامش به پارلمان کشور 3 سال پیش 26 دکبر سال 2018 که هنوز از بکاراندازی چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغون در همه سخنرانی هایش افتخار میکرد، بار چندم دعوا کرده بود که اقتصاد کشور در حال گزارش به شکل اندستریالی اگراری است و صنعت کنانی با سرعت کشور را امام علی رحمان هدف 4 ملی اعلان کرده. گفته بود که نقشه گزارش اقتصادات کشور را از شکل اگراری اندستریالی به اندستریالی اگراری عملی گردانده شده. در رابطه به این پیشنهاد کرده بود که صنعت کنانی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شود. دیده شده؟ یک بار گوش کن گپ خودش رو. تامین استقلالیت انرژیتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذخواری و دسترسی اهالی مملکت به غذای خوش‌صفت و وسعت‌دهی شغل پرمحصول را همچون هدف‌های استراتژی خود انتخاب نموده، نقشه گزارش اقتصادیات کشور را از شکل اگراری اندستریالی به اندستریالی اگراری عملی گردانیده استفاده ایم. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در 3 سال آخر حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15%
تا 17.3% افزایش. در رابطه با این و با در نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای کاری پیشنهاد می‌نمایم که صنعت کنونی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شود. صنعت کنونی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شود. بسیار خوب. آیا این هدف در حال اجرا است؟ آیا این هدف یگان قدم استوار اقلاً یک قدم باشد به پیش گذاشته است؟ آیا به این سوال جواب وجود دارد؟ مسئولین کشور در بسیار چیزها، در بسیار مسئله ها امام علی رحمان اظهار بیخبری میکنند. به بعضی مسئله ها باخبر نشده 3-4 سال میگذرد، بعد باخبر میشود که چند جا دزدیده رفته، غارت شده است، چند جا از بین رفته است، چند زواد و فابریکه را گرفتند، به زمین نزد حولگی فروختند، تا امام علی رحمان باخبر میشود که کارخانه به خانه مردم تبدیل یافته است. امام علی رحمان بیخبر. حالا بیایید همینجا سخنرانی خودی امام علی رحمان را گوش کنیم که این خودش رو چخیل گرنگ خدا اعلام میکند. سال دیگر جمعیت سهامی کارخانه ارماتوربراری شهر دوشنبه در یک سال تا 30,000 تن محصولات 3 سال میکرد. امروز پورا قریب که از کار مانده است، یک قسمی حدودی کارخانه را فروختند به صاحبکاران جمهوری ترکیه. کوکاکولا 3 سال شده است. یک مثال دیگر شاید این وای باشد، اولی دوره صاحبستانی دولت یا اینکه برقرار کردن حاکمیت کلیسانی بود، کارخانه کارکرد گوشت بزرگترین کارخانه در جمهوری. وقتی از سابق صاحب ملک با کدام را واسطه خصوصی کرده گرفته است، این کارخانه را ما در کشمکش‌های داخلی جنگ شهروندی صاحبکاران و شخصان منصبدار چقان چالاک پیدا شدند تا ما بعد 3 سال درک یافتیم که قسمی زیاد مساحت خود کارخانه گوشت ساختن منزل استقامتی فروغ شده مانده برای یک کارخانه خردک کنم با مانده است. خلاص همین خیلی تو این که از باخبر میشوند که یک سیخی کوکاکولا براری میکنن، کارخانه تمام از بین میرود. تو این که از سری کلاباشان را جمع کرده میگیرن که صاحبکاران چابک و چقان از خود میکنند. حالا ببینید، بعد از 3 سال گفتند بیخبر بودیم، به خانه های استقامتی دادند، بعد از 3 سال جمع کرده گرفتیم. در همه جا همین خیل میکنید شما. در همه جا اول رئیس جمهور بیخبر است، زمین فروش ها زمین رو میفروشند، دلار رو به بالا میفرستانند، چند اینجا طبقه صاحب پول میشوند، یک بار میفروشند، بعد بیچاره مهاجر تاجیک که با خون جگر این پول را به دست آورده، اکنون خرسند شده، صاحب زمین شده، اکنون خانه بنا میکند. حالا خانه را بنا کرده است، گفتی روزها کروبکا پتکریشه، حالا به درونش ندر آمده است، یک سحر میخیزد که تراکتور بولدوز رفتگی، این خانه را به شما زمین را غیر قانونی فروختگیند، باید شما از اینجا بیرون شوید و این بنا به زمین یکسان کرده شود. شما همین خیل میکنید خودش. اول میفروشید، بعد یکی بعد از 2-3 سال باخبر میشوید، یکی بعد از 2-3 سال باخبر میشوید، بعد شما پول رو جمع کردگی به کیسه زدگی،
بیچاره مهاجری که 8 سال و 10 سال و 12 سال خانه میپوشم، زمینی نزد حولگی میخرم، گفته پول جمع کردگی است و اکنون گفته روزها ترابک پادگیریش برداشتگی است، شما با آنجا بولدوزر میبرید. چند سال باز این تجربه رو دیده شدیم. زیر دستانتون میفروشد، پول رو میگیرد، بعد زیر دستان دیگرتون میرود، زمین رو تکس میکند. اگر ببینید همینجا یک چیز رو گفته گذارم، حالا فکر اندیشه های شما را هم در رفت برنامه انشالله گوش میکنیم تماشابینان عزیز. من میخوام اینجا چیزی که در ذهنم آمده است بگویم. ببینید شما زمین رو میفروشید، فروختید و پول مبلغ رو به کیسه تان زدید. بله، مبلغ به کیسه شما زده شد. رفته خونه مردم رو به زمین یکسان کردید. انا کنون نگاه کنید. تاجیکستان از روی قانونگذاری، از روی کنستیتوسی کشور یک کشوری پرزیدنتی است. یعنی رحمت هم به پرزیدنت هست، لعنت هم به پرزیدنت هست. حالا اگر کشوری پارلمانی می بود، بعضی از گناه ها را به دوش پارلمان کشور پرتافته می شود، به دوش مردم پرتافته می شود، یعنی به دوش مردم به دوش مسئولین پرتافته می شود. اما تاجیکستان کشوری پرزیدنتی است. از روی قانون تاجیکستان پیشرفت کرد، رحمت به پرزیدنت است. تاجیکستان عقب کشی کرد، عقب مانی کرد، لعنت به پرزیدنت است، یعنی نفرین به پرزیدنت است. هر یک مسئولی که حالا رئیس جمهور بعد از 3 سال با خبر شده است، حالا در این باره او سالهای اولش سالهای بی سر و سامانی نه، در همین خودی در 3 سال با خبر شدنش که فقط در یک گوشه شرکتی کوکاکولا مونده است، خلاص دیگه همش رو فروختن. در همین باره گپ زنیم بعد از 3 سال با خبر شدنش. همین مسئولین را پرزیدنت انتخاب میکند. رئیس حکومت ناحیه را پرزیدنت تعیین میکند. رئیس حکومت ناحیه را پرزیدنت تعیین میکند. همه مسئولان بلندپایه، وزیر است، کبیر است، حتی جانشین هایش را پرزیدنت تعیین میکند. وقتی که در دست نماینده خلق پارلمان هیچی نیست، آنها یک چی گویم، یک جانداری بیجانند. هم تو برای فرمال نست وکیل انتخاب میکنیم، تمام میروند. 90% قانون ها را، لایحه قانون ها را در تاجیکستان حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد میکند. حالا کمتر از موضوع دور رویم هم 90% قانون ها را حکومت در پارلمان میشیند. فقط لایحه قانونی که از جانب حکومت تاجیکستان آمده است آن را تصدیق میکند، یعنی میخواند و ها بله ها میگوید، دست میبردارد و تگمه ها را پخش میکند. تمام تشبثکاری در خود پارلمان کشور وجود ندارد. یعنی چی گفتنی گپ است؟ این همه دوست هست در تاجیکستان، میدزدد، غارت میکند مردم را. این گفتنی گپ است که پرزیدنت میدزدد، غارت میکند. برای چی؟ برای آن که مسئولینی که در ناحیه ها هستند، در ولایت ها هستند، از میکروسکوپ رئیس جمهور گذرانیده شده تعیین کرده میشوند. یعنی وفاداری آنها به پرزیدنت از میکروسکوپ رئیس جمهور میگذرد. برای همین وقتی که در یگان گوشه دورتر تاجیکستان یگان مسئول کشور دزدید، یعنی پرزیدنت دزدید. غارت کرد، پرزیدنت غارت کرد. کارخانه از کار ماند، اینک پرزیدنت از کار ماند. این را درست فهمید. کارخانه از کار مانده است، این را پرزیدنت از کار مانده است. برای چی؟ برای آن که در او اطراف پرزیدنت نماینده خودش را دارد و شخصی وفاداری خودش را دارد، خودش تعیین کردگی نفرش را دارد.
حاکم ناحیه را خلق تعیین نمیکند، پرزیدنت تعیین میکند. برای همین وقتی که حاکم ناحیه دزد است و پرزیدنت بعد از 3 سال با خبر می شود، این گفتن گپ است که پرزیدنت گرنگی به خودش انداخته است و او دزدی را خودش فرموده است، گفته است من 3 سال خودم را به گرنگی می اندازم، شما دزدیده بیارید، بعد هوشیار میشم، بعد خلق را تارمار میکنیم، بعد کارخانه‌ای که پوشیده است، زمین نزد اولگی که بنا کرده است، همش را به زمین یکسان میکنیم با زمین، نه زمین خودمان، همه چیز از آن خودمان. همین خیلی است. به موضوع برمیگردیم. سال 2019 حکومت تاجیکستان با الهام از دستور و هدایت‌های پیشوا انا همین 4مین هدف استراتژی خود را صنعت کنونی با صورت کشور اعلام کرد. انا کنون نگاه کنید. برنامه صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020 2025 قبول کرده شد. برنامه 5 ساله. انکنون طبق ادعای مقامات این برنامه جهت مساعدت به استحصال و کارکرد مالهای عوض کننده واردات پیش بینی شده است. یعنی برای آن این برنامه قبول کرده شده است که واردات از خارج به داخل کمتر شود و صادرات بیشتر شود. اقلا صادرات بیشتر نشود هم در داخل تامین اهالی با محصولات داخلی افزایش یابد. حکومت دعوا کرد که میخواهد در برابر تامین رشد استوار کشور تاجیکستان مالهای رقابت پذیر را حتی به خارج صادر کند. همین خیلی حتی این ادعای آسمان بوسی همین حکومت تاجیکستان صدا داد که با تطبیق برنامه صنعت کنونی با سرعت کشور واردات مال و محصولات را همه ساله تا 1 میلیارد سومانی کاهش دهد. تا 1 میلیارد سومانی. ان همین هدف باید توسط وارد کردن تکنولوژی های نوترین، وسعت بخشیدن ساحه انرژتیک و کارکرد اشیاء خام باید به دست آورده میشد. اما در پیام سال 2019 امامعلی رحمان خودش اقرار شد که گزارش آمارهای دروغ زیاد هستند. یعنی کارکرد را زیاد کرده ایم، محصولات را زیاد کرده ایم، کارتوشکا را زیاد برداشته ایم، پخته را زیاد برداشته ایم، حاصل ناکی زیاد شده است در ساحه کشاورزی، در ساحه دیگر ساحه ها. خودش در پیامش امامعلی رحمان اقرار شد که آمارهای بر دروغ زیاد هستند و تا با خبر شدنش کار از کار گذشته است. آمارهای بر دروغ، همه چیز دروغ. شنوید خودش میگه، شنوید گوش کنید. بسیار مولید در دست ایمان وعده‌های بر دروغ کردن، مانا نتیجهش برآمده سوداست چی است؟ حسابات‌های دروغ. حسابات‌های دروغ. حسابات‌های دروغ. این گپ تماشابینان عزیز، این گپ در سال 2019 بود. در سال 2020 باز همین چیز تکرار شده است. به جای 10 گکتر 90 گکتر نوشتند. به جای 100 گکتر 900 گکتر نوشتند. به جای 100 گکتر زمین کارتوشک کوریده 900 گکتر نوشتند. باز در سال 2019 گفتی که من فهمیده ایستادم، آمارهای دروغ داده ایستاده، فهمیده ای. باز در سال 2020 برای چی راه دادی که 100 گکتر کارتوشکا کوریده 900 گکتر نویسند؟ 9 برابر زیاد. در سال 2000 میباید در سال 2021
در پیام سال 2021 همین گزارش را انا همین امور را میخواند در پیامش. ما فلان قدر کارتوشکا گرفتیم 1 میلیون زیاد 1,200,000 تن 1 میلیون تن کارتوشکا گرفتیم. خودت میدونی که این امور دروغ است. خودت گفتی، خودت فهمیده است که امور دروغ است. باز چرا او رو میخونی؟ هان گرنگ نیستی. انیقترش دزدی پرو. یعنی شما گفته که هستید حاصلناکی را زیاد بکنیم، یعنی در داخل استحصال را زیاد میکنیم و واردات را کم میکنیم. شما قلم رو میگیرید مینویسید تمام حاصلناکی زیاد شد می. یعنی بیچاره دهقان 100 گکتار زمین کارتوشکا کوریده. نگاه کنید این کشاورزهای درونی کابینت رو ببینید. کشاورزان درونی کابینت نامیدن ممکن است اینها رو. بیچاره دهقانها با 100 گکتار زمین کارتوشکا کوریده حاصل میبردارند. اینها از داخلی کابینت ایستاده با 800 گکتار دیگه کارتوشکا زمین کارتوشکا کوریده کارتوشکا میبردارند از داخلی بانوگی قلمشون. با نقل پرزیدنت برآمده این رو نامبر میکنند. با وجودی همه همین کارتوشکا از پاکستان آمدن میگیرد، از پاکستان آمدن میگیرد، از روسیه رفتن میگیرد، از روسیه رفتن میگیرد. همین خیلی به تاجیکستان با وجودی همین در همین حال نرخ برآمده رفتن میگیرد. اینها چقدر استحصالات در داخل را زیاد کنند، به جای آن که نرخ پایین برود نرخ برآمده رفتن میگیرد. آسمان بوسیدن میگیرد. همین خیلی. حالا چند چیزی دیگر رو در دوام برنامه چی میکنیم، کمتر دیگر مانده است. تماشابینان عزیز چیزهای گفتنی من آماده شوید. انشالله صحبت های شما رو میشنویم در این باره، حرف های شما رو میشنویم. به یک شما انشالله نوبت میدیم، گوش میکنم و کسانی که ضد این اندیشه های من هستند و دلیل دارند که این گفته های من نادرست است و امورهای درستتر دیگری دارند که واقعا جانب تاجیکستان را، حکومت تاجیکستان را کار کردنشان در این سمت را نشان بدهد، آنها را نیز انشالله گوش میکنیم. حتما قلم را به دست بگیرید، امورها را به ما پیشنهاد بکنید، نویسید پیشنهاد بکنید. حالا گوش کنید. اکنون گفتن که به 1 میلیارد دلار میرسونیم. اکنون حالا واردات مال محصولات 1 میلیارد سومونی اون طرف 1 سومونی هم کمتر نشده است. فهمیدی؟ 1 سومونی هم کمتر نشده است، بلکه واردات در حال افزایش است. واردات به جای اینکه استحصال زیاد شود و اقلا صادرات زیاد نشود هم مثلا گریم واردات کمتر شود. وقتی که واردات کمتر شد طبیعی است که وزن صادرات بلند برداشته می شود و وزن واردات پایین فرآورده می شود. اکنون ببینید اینها گفتن که ما تا به 1 میلیارد دلار میرسونیم. حالا واردات 1 سومونی هم کم شدگی نیست، حجمش به مبلغ حساب کنی. اگر ببینید امسال در تجارت خارجی حجم واردات از 4 میلیارد دلار گذشتگی است. از 4 میلیارد دلار گذشتگی است حجم واردات به تاجیکستان. این در تاریخ تاجیکستان نبود. در تاریخ تاجیکستان این رقم نبود. حالا در 20 سال حکومتشو 2 سال صنعت کنانی با صورت کشور
امامعلی رحمان کارکرد نرخ پخته در داخل را نه کمتر از 35% پایین برده است. اکنون با این صورت رشد صنعت کنانی تا انجام برنامه صنعت کنانی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 امکان دارد تناسب صادرات و کارکرد نرخ پخته به 95% صادرات و 5% کارکرد رسد. همتونه؟ انمی خیل تاجیکستان به پیش. فهمده شدید؟ گپ فقط در کاغذ. در عمل فقط اینها به پایان فرموده رفتن میگیرند. به پایان. نقشه کشیدن، برنامه کشیدن، برنامه فقط در کاغذ ماندگی است. وقتی که شما صنعت کنانی با سرعت کشور میگویید چرا در نظر دارید؟ با سرعت یعنی چی؟ با سرعت با خر میروید، با سرعت با اسب میروید، با تراکتور میروید، با جیپ میروید، با سمالیات میروید. چه خیلی است این با سرعت شما؟ چه خیلی فهمیدن ممکن است که یعنی صنعت کنانی کشور با سرعت باشد؟ از 22 سال پیش از 76% به 80% فرآمده است. 4% کم شده است. 76% صادرات میشد، حاضر 80% به رفتگی است. یعنی در داخل باز 4% دیگر کارکرد نرخ پخته کم شده است. این چه خیلی صنعت کنانی با سرعت است. این سوال من پیش از همه به رژیم و خود شخصی امامعلی رحمان که میگویند وقتش را یافته برنامه های مخالفین را تماشا میکند، تماشا نکند هم گزارش طلب میکند. بسیار شنیدیم از کارمندان خود مقامات امنیتی وزارت کارهای داخلی، شنیدیم که مسئولانی داشتند که در وقت برنامه ما باید برنامه ما را تا آخر تماشا کنند و تحلیلش را به مقامات پیشنهاد کنند. بسیار خوب است. این یک اقدام بسیار خوب است. من شخصا خودم این اقدام را جانبداری میکنم. اما با وجودی همه همین کارتان وقتی که ترمزی پیشرفتتان زدگی است، فقط به نشیبی میرود، هیچ اقلا داشته نمیتونید، رولی ماشین را به طرف بالا گردانده نمیتونید، اقلا رو به بالا استید، حرکت به بالا نکردم، رو به بالا ایستاده نمیتونید. پایان همین با سرعت رفته ایستادید. این رو باز مینامید که چیه؟ صنعت کنانی با صورت کشور. مرحمت دوستانی که پیوست شدن، بپیوندید حرفای آنها را بشنویم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. کاش آقا جان، امیدوارم خوب هستین. زنده باشید. بفرمایید. گفتن همین امروز گپی شما ده از نگاه میکنی، این پرزیدنت ما از چند طرف تماشا میکنید، کارناشایی هم شدگی اوجه. این همون رنگی ماشینه که اوجه موتورش تمام کردگی، اینجا به غلیده نمیتونه، فقط همون خلاصتای قطعی میره. از این مرتبه نگاه کنیدم خیلی که شما گفته گذاشتین، این را نمیدانم، او را نمیدانم، من خبر ندارم، این خیلی شده است. حالی بسیار سال بعد از 3-4 سال دیگه نگاه کرده میستیم، میبرویم میگه من خبر ندارم، زمین خیتای دا فروختیم. ایش هم میگه و کم تری دیگه دا بفکرم. بعد آخر همین دولتی که اکونومیکش پست فرامده رفته میگره، همین دولت نگاه میکنی نلاگ بر انداز بالا شد، значит او دولت اوجه پسناکی رفته است. او همون نشان دادی، همون پسناکی را نشان میده که
نه انداز وقتی که بالا میشد امروز اندازی که تاجیکستان انداز مونده او انداز در یگان به فکرم در یگان دولت دنیا این خیلی انداز نمیسپارن 69% به فکرم انداز میسپارد این آدمی کمتر عقلش اگر کمتر آدم درصد بودجه تاجیکستان از حساب اندازه است آخه کمتر آدمی که عقل داشته باشه حاضی در سر حاکمیت بیاید همین دولت سر دولت بیاید کمتر آدمی با عقلی با فراسات بیاید همون کار که ما کم چیز نداریم سنگ‌های قیمت بها داریم اوران داریم مرمر داریم یک بسیار چیز داریم ما بله طبیعتی زیر زمین امروز همونه یا اینا خودشان دزدیده هستند همین اویلواده یا که اینا ابسولوت نه همون توپای میگن که آدمایی که ورشه هیچی را نمیفهمن ایره ما میدانیم که هر چیزی که ایام از حاجت و بیان نیست میگن اما میدانیم که امروز کانهای تاجیکستان به دست خیتای سپاریدگی هم هیچ شکی نه ایره همه را میدانه اینا اگر کمتر آدمی به عقل خدا ترسی که ملت پرست بیاد در سر همین حاکمیت بیسته همون کانها را کارکرد میکنه اینوستر میدارد دولت ده ملت کار اینوستر میداره همین ملت کارگر تیار میکنه کار میکنه امروز ما دیدیم که تمام آدمایی که قدرت کار کردن دارن بیرون از وطن خارج از وطن شدگی در درون وطن اهمیت میتین 30% بچه‌ای که کار کرده میتونسته که 30% از تعلیم زنها مستفیدها کودکان تمام بله حالا این برادر خیلی انصاف کردن گفتن که 69% بودجه تاجیکستان رو انداز تشکیل میدهد ببینید یک رسانه تحلیلی کامپیوتر مرا پیوست کنید یک رسانه تحلیلی خبر آزیا سال 2020 همین یک سال پیش از همین نوشته است که بودجه تاجیکستان رو 80% رو انداز تشکیل میکنه 80% رو فهمیده شدید؟ بله یعنی از انداز یعنی وابستگی خیلی زیاد دارد بودجه تاجیکستان وابستگی خیلی زیاد 80% من مرحمت ما از زبان خودمون نگفته شدیم بله این نشان اکا شوکت جان این نشان دادی همون را نشان میده که دولت به سرعتی بسیار بالا سینی نشابی رفته استیم سینی پاستی فرامده استیم چرا که به سرعتی بلند زده استیم فقط پایان رفته استیم این همون نشان میده این دیگه کمتر آدمی که کمتر عقل در سر دارد همون نگاه میکنه که انداز هر چقدر بالا رود میدونید که همون دولت همون که پسناکی رفته است همون وطن پسناکی رفته است امروز میبرد 30 سال شده است انگور میگیرد سوران میگیرد پامیدار میگیرد سوران میگیرد بادرینگ سوران میگیرد با خدا تربوز کدو دیگه کارتوشکا ایدی کیمچی ایدی آشخوروی ایدی کیم یک بمانی کارا پرزیدنت قرقیزستان رئیس جمهور قرقیزستان 1 سال شده است پرزیدنت است امروز چه خریده است انمون بیس پیلوتنیکا را خریده آورده است ما 30 سال باز یک از کفر آمدگی را رئیس جمهور ماندیم فقط پامیدار بادرینگ کدو دیگه چی کار نداریم ما با یک به مدنیتیش همینه که گاز چی دکار نفت چی دکار بنزین چی دکار خدا را شکر کنی که آب دارین خود به نام خدا همون کوچه های دوشنبه میبروین یک همون روز راه میگردد کارتژ داشت 20 تا 30 تا 40 تا ماشین هست در کارتژ همین خودش همونو بگم همه ماشینش قطعی آب قطعی نمیره دایم بله یک گپ میزنه که یک گپش یک
گفتی همین پیشنه آدمو میگن که همون تریلکا نمیستد همون گپو. درست. سلامت باشید شوکت جان کو. زنده باشید. نفر بعدی. با کسی مرد خواستن این برادر یا خواهر هستن؟ سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. امیدوارم که شوکت خوبه اما با بیننده و خوبان. زیاد بفرمایید. با گفتی گپای از سالی غم و اندوه گذشت گفتی شوی که شوکت با یه سال فریب موکدن کشتمون چی عذاب پستی بود. یه سال عذاب کشیدیم زنده مونده. آدمایی که در اینجا برآمد کیسان در اینجا چی کیسان زنده شکرانه الله همه جدا که الله جان ما نگرفته. بعداً 2 سال گفتی خودم قای کرده چی که برآمدتون تماشا میکرده برآمدهای مخالفو را با حسابات میپرسیده لعنت کرده الله مرگ به تو 2 سال تو گوش کنی برآمدهای مخالفو را حسابات طلب کنی خبر یوی از عذابی مرگ عذاب دولت به خزیر اسیا می بود 120,000 امنیستی میکنی به همین مورا 120,000 دپورت امنیستی میکنی به همین مورا دیل مون یفتنی به همین مورا چیکو کردنی ما با باوری کامل میگم هر یک شخصی که نیم ساعت صحبت‌های این برادران را گوش کرده هر یک شخصی آگاهی که نیم ساعت 40 minut زیاد صحبت‌های این برادر را آگاه کرده رحمانوف اوتا ورشا کیلو قطعی بسوزد هیکلش رحمانوف باور میکنه یا شخصی که قلبش کمتر ایمان این رحمانوف که 30 سال میگه در مقایسه کنیم با سال 92 این سال ما 75% سطح زندگی مردم سوز شده 75% به مردم ما لای خرک نبودیم ما یکم چی نبودیم و کاش اوقات خیلی زندگی میکرد سال 80 سال 90 که زندگی ما به همین درجه بود چنو توضیح 75% پیش رفته ما در حالت قرار داریم ما 300% میشته باشه یا مایده با 30% زندگی دیگه مردم میرسیم با خرغیزی همسویا ما در او سالهای جنگ مردم برق داشت در اتحاد شوروی برق داشتیم کدی رحمان خوین دولت فلج کردید برادرو زیاده از 250 نیروگاه برقی آبی ساخته خرد و بزرگ ساخته نیکو احوالمون 75% زیاد شده است برق نیست برق وجود نداریم اگر در پیامش رئیس جمهور 278 نیروگاه برقی ساخته میگفت 278 نیروگاه برقی ساخته میگفت اگر خطا نکنم زیاده از 205 اون زمان ما نداریم من مقایسه کرد نیروگاه برقی مایلاک با 4 دوم که پیش سفینه دست ساخته با 4 دوم مورا 75% زندگیمون بالا برده است ما حیران شدم ما اینترس کردن در کور فهمیدن در کور برادر را که یا برادرای تولدش 70 شده که تو چه زندگی میکردی که او زندگی تر با همه حوزه بین تاجیکستان چه حالت 75% زندگی تا بالا رفته دست 120,000 مورا امنیستی کنه تمام رحمان ما خوب و برادر جا کم کم قجی بحث میکنیم نگران که دیدی اومده 120,000 تامین سکا تو یا پاسرت نکرد اومد با چه کی طرف پاس نیکوستر که کار میورن اومدن جا با پاسر نیکیکات 120,000 تامین سکا دل تا افته سا هر یک فرد تاجیکستان هر یک تاجی هر یک جوانی که مرا میفهمی برادر مردم به های تو فرزند این حالت های مورد دست نبینا مردن منبع های توی غلامی کلازردو شدن توی غلامی توی چرک توی زندگی که داری برادر غریب گوش کردی مردن منبع های فرزند مونه بینه فرزندو نشه مردن منبع های برادر والله من برم بیا جان ما بگی الله درست جان درست الله های بیا چی عذاب بمیتی من نمیگردم ایرو رحمانو تو نیست نشه تو مردم یا اوگاه نشوند تو چی نشوند مالش خدمت میرسم مالش سخن که به عقل میکنم با عقل میکنم در اینجا میبرم با عقل ما میبرم اینجا گپ میزنم ما ترس رحمانوف ندارم لعنت کرده الله ان شاء الله دعا میکنیم که سال 2022 ما لعنتی نباشه این سال 2022 ما یک
فکر آبادی را که گفتیم برادر مسلم فکر چقری رفتن نه با فکر چقری که ما را اینقدر چقری داده قرارداد کرده قدر پس موقع ان شاء الله موقع ما 2022 فکر چقری برآمدن نکنه برادرو حلق توجی کسی راجده داشته کسی را میگفتن اکو فرمون که نمیخیزیم همش گفته سن برنامه دو در همه فهمونده سن که همین شب سالنوی بخیزه سالنوی را قید کنیم سالی نوی برحمان و فهمو قید کنیم برادرو سالی نوی برحمان و فهمو باید قید کنیم مرگ بطر لعنت هره الله شریف بویش مرگ بطر رستم مرگ بطر آزاده مرگ با تشکر. صدایشون هم قطع شد. تماشابینان عزیز پیش از آن که یک زنگ از واتساپ قبول کنیم از یکایی که شما خواهش میکنم تگمه های لایک را پخش کنید و سلفه نوار ما را برنامه را به دیگران به دوستانتان بفرستید دوستانتان را از این آگاه کنید. خواهش میکنم کسانی که به برنامه ما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید آبونه شوید. این چنین برنامه ها را حتما زود تقدیم شما میکنیم و از سال نو و بعد با ستیل نو با کاربرد نو انشالله وارد کار میشویم و امیدوارم پسند شما میشود. نفری بعدی میران شاه بفرمایید. پیش از میران شاه ببخشید گفتیم که وعده کردیم که واتساپ را قبول میکنیم. واتساپ. الو. سلام علیکم اکای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام با شما و سلام با همه که بینندگان برنامه شما. ما پیش از اون که داخل میشیم اول همون لایک هم میزنیم بعد میبرویم. زنده باشید. چون که آرام قبطانیم. سه موضوع خوب که با سرعت تیز صنعت کنونی دولت من یک سنه میفهم که با کی دیگر دولت صنعت کنونی میکنیم که زیادی زوادها و فابریکه ها میسازیم. در تاجیکستان که اصلا متخصصی ساحه صنعتی هم دیگه نمونده است. فکر کنم همه مهاجرت شدن همه مهاجر شدن در روسیه با همون کسب خودشو کار یافتن دیگر با پولی که در روسیه کار میکنن و هیچ وقت کشته به تاجیکستان نمیرون کار نمیکنن و اون پولی که او در روسیه مثال کار میکنن حکومت حاضره تاجیکستان هیچ وقت برای اونها هم پرداخت نمیکنن. این با همون یک دو دامه که در دوشنبه ساخته است یا دو خانه که ساخته است مردم در چشمشو گیبناز میکند که انا ببینید که ما پیشروی داریم و با طرف پیش حرکت داریم. خیر باور که همون شخصیت هایی که همون نامه و همون کنسپکتی که همین برای پارلمان خواند گفت باور که اگر همون یگان آدم به سواد بخونه بعد همون آمده یا بود اگر از سر نو نگاه کنه هوا یا و از چیش کنه باور که دیگر تا مردش باید شرم کنه این خب. بله. خیلی من نمیدونم که یک سرداری دولت یک شخصی که خودش هم مکنام گذاشته است یک گپایی میزند که در یگان جا طوری نمیشه. آدم برادر پیش از ما گپ زد همون گپی روز زد گفت این پیر شده است نمیدونم که چی میگفت. همون آدمی پیر هر چی فریب کنی کس تا فریب در دومد می عقل کنیش همین پیر شده است همون گردوانو فریبش میکنن آخر گپ از آن میگیره و همون خاطر ما یگان چی در اکونومی در صنعت پیش نرفتیم. بفرمایید برادر. ما در اقتصادیات در ساحه صنعت ما در یگان چی پیشرفتگی نیستیم و او دو دامی که ساختگی و را صاحب کارا را مجبور میکنن میسازن و این پولی که در بودجه تاجیکستان جمع میشود همین پول مهاجره و پولی که از حسابی دلار قربش که بالا که رفته پول هم بالا میرود که از همون حساب است بگم از اینفلاسیون یعنی بالا روی دلار کشید سامانی رفت بالا شد همون خزینه دولت همون خشید 330 میلیون بود مثال 200 میلیون شد اگر با کورسش بگیریم و همون خاطر یگان چیز از این دولت امید کردن در کار نیست باید همه باید بخیزه میره نابود کنیم سرنگونش کنیم خودمون یه دولتی گپ بسازیم. ما نمیخوایم جنگ کنیم یا که شک کنیم خیلی کارا و پیش دفیقمون نیست. ما میخوایم که همه حکومت حاضره که از بگیم کارگانی عادی تا کارگانی بلندپایه هم ساهای بلند که پارخور هستن باید همش تازه شوند. هم اگر همه تازه شوند وقتا وطن گلشفا میشه نشود خیلی همه قطعی الله اکبر همه طرفتر میگیره دیگه.
تشکر زیاد. سلام علیکم سلامت باشید. تماشاگران عزیز خواهش میکنم از یکایی که شما فعال باشید. کسانی که در این باره گفتنی دارند به طور فهمیش خود چیزی گفتنی میخواهند حتما به طور فهمیش خود اینقدر بزرگ کرده ادبی کرده گفتنتون هم شرط نیست. هر یک فرد ملت چیزی که میخواهد در این باره فهمیشی که دارد میخواهد بگوید، انا همین برنامه ها بر منبر شما است. گفتنی هایتان را باید بگویید. بار دیگر خواهش میکنم کسانی که تگمه لایک را پخش نکردید تگمه لایک را پخش کنید و خواهش میکنم دیگر دوستانتون را از برنامه باخبر کنید. و حالا نفران زیاد تماشا میکنن اما از نفران کسانی که تگمه لایک را پخش کرده اند کمتر هستند از اونهایی که تماشا میکنن. برای همین خواهش میکنم تگمه لایک را همگی پخش کنید. حتی اگر برنامه ما پسندتون نباشد نین راویتس را پخش کنید، دیزلایک را پخش کنید. به هر حال یعنی فعال باشید. تماشابینان عزیز، حالا این برادر به متخصص اشاره کردن. بعد از میرانشاه من چند گفتنی هایی دارم که بعد از سخنرانی میرانشاه حتما خواهم گفت. میرانشاه بفرمایید. میکروفونتون فعال نیست میرانشاه. میرانشاه میکروفونتون را فعال کنید بعد گپ زنید. میرانشاه گپ زده صدا. صدایتون نهایت پس است میرانشاه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلامت باشین برادر. من روز یک سوال به شما دارم که همین امام علی شخصا همین شخصیت امام علی من خودم در شخصیت امام علی کردم. چرا وای همین خیانتکار و مثال خیانتکاری میکنه یا که مثال ضد ملت مبارزه میبره؟ اساسش چی است؟ یعنی که همین را میخواه وای یا که وای یا که با عقلش همین فهمش داره یا که همین خیلی دولت داری میخواه؟ من همین را میخواستم بفهمم شما. بسیار خوب، تشکر زیاد برادر عزیز. من به همین مسئله گپ زدنی بودم، شما رو انتظار نکنم گفته به شما نوبت رو دادم. ببینید این برادر پیشتره درباره متخصص صحبت کردن. گفتن که متخصصان ساحه صنعت کنونی کشور در تاجیکستان خیلی کم هستند. این گپ از کجا میبراید؟ خود رئیس جمهور ببینید در زمان اتحاد شوروی در آخرهای دولتداری زمان اتحاد شوروی یک گاوجوش فعال دپوتات شورای عالی SSR میشد. گاوجوش یک چوپان میتوانست دپوتات شورای عالی SSR شود. حالا طلبات به پارلمان کشور برای راه یافتن طلبات دارای معلومات عالی بودن شده است. اما در اون زمان یک گاوجوش میتوانست از همون گاوجوشیش دپوتات شورای عالی SSR شود و یک چوپان میتوانست دپوتات شورای عالی SSR شود، نه دپوتات شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان، بلکه شورای عالی SSR در مسکو برود در سیاست ها شرکت کند. اما امروزه مسئولین ما به همون فهمیشی یعنی گاوجوش دپوتات بودن و فهمیشی گاوجوش دپوتات شورای عالی SSR بودن موندن. برای همین در تاجیکستان برادر عزیز بسیاری از فعالیت ها آماری است، یعنی گزارشی است. فقط میخواهند با نوع رقم پیشرفت تاجیکستان را نشان دهند. در اصل نه. برای در اصل نشان دادن متخصص نمیرسد. برای در اصل نشان دادن در تاجیکستان باید پرزیدنت وجود داشته باشد که با فهمش یک عصر پیش نه، با فهمش عصر امروز باید سر کار بگیرد. در تاجیکستان باید این گونه پرزیدنت وجود داشته باشد. اما این پرزیدنت ما نمیماند که به تاجیکستان نفری به میان بیاید، رهبریت را به عهده بگیرد، رهبریت کشور را به عهده گیرد که فهمش زمانوی، فهمش معاصر داشته باشد، از تکنولوژی های معاصر باخبر باشد، در اطرافش بوده ها هم از تکنولوژی های معاصر باخبر باشند، از کاربرد معاصر باخبر باشند.
اما این پرزیدنت که خودش فهمش یک عصر پیشین است، فهمش کلخوز و سوخوز است، فهمش گاوجوشی تربوز و خربوز و کدو و پیاز و سبزی و کارتوشکا است و زمان تکنولوژی فهمشش که راست نمیآید. وقتی که میخواهد هرچند خواهد که کشور را هم پیش برد نمیتواند به این فهمشش کردی، به فهمش کدو کارتوشکا نمیشود کشور را پیش برد. و یک بدی دیگر اینجا وجود دارد که بدی دیگر هم این است که اطرافیانش را نمیخواهد از نفران جمع بیاورد که آنها فهمششان خوب است. به خاطر چی؟ به خاطر آن که نفرانی که فهمش خوب دارند با سیر پرزیدنت فورس میشود، میگن که این گرنگ تیار بوده است. مثلا گریم بعضی از چیزها یک سر گردن خودشون را از این رئیس جمهور بالا میدونند. نفرانی که فهمش دارند، عقل دارند، هوش دارند، دانش دارند، هیچ وقت از یک کله کدو سبزی پیاز کارتوشکا که فهمشش عصر یک عصر پیش است از او پیشوای ملت اساسگذار و پساسگذار نمیسازند. این کاری نفرانی هست که فهمش و شعورناکیشان به عصر معاصر موافق نیست. انا برای همین هم تاجیکستان با این پرزیدنت با این کماندش پیشرفته نمیتواند، هرچند خواهش را داشته باشد، هرچند خواهشی بلند، خواهشی بزرگی. حالا ببینید برنامه کشیدند صنعت کنونی با سرعت کشور، برعکس با سرعت عقب میرود تاجیکستان. به خاطر چی؟ شاید اینها همین رو خواسته باشند که باید تاجیکستان با سرعت پیش رود، اما فهمشش رو ندارند که چگونه چقدر پیش برده می شود. گپ در سر این است برادر عزیز به فکر من. فهمم. و برادر به این سوال من این است که آیا بعد انشاءالله اگر حکومت نو شود، حکومت مثال حکومت نو شود، این البته دولت ما قرضدار است و میتواند که حکومت نو همه قرضایی که کرده، مثلا همه حکومت ظالم کردگی است، این قرضا را ببخشند یا که یگان سبب هاش هسته برای چی کردن؟ من این قدر به حد لازم به اقتصادیات سخت بد صرفم نمیروم و چیم هم تخصصم هم اقتصادیات نیست، اما من یک چیز را گفتنی هستم. این تنها این است که در تاجیکستان اگر به مردم، به صاحبکار، به تاجر آزادی کلی، اقلا آزادی نسبی داده شود، اگر یک صاحبکار خواهد به استحصالات دست زند و از این نترسد که بعد از آن که این کارخانه استحصالیش بعد از 3-4 سال که به فایده آوردن سر میکند، آغاز میکند، یک شریک از عائله رئیس جمهور پیدا میکند این کارخانهش، اگر یک کشیده میگیرند این ترس و هراس در صاحبکار وجود نداشته باشد و این کارخانه‌ای که میسازد به فرزندانش میموند، به دیارش میموند، به آینده نسل آینده اش میموند و از این اولادش مثل کشورهای دیگر استفاده برده رفتن میگیرند و برای تحکرسی پیشرفت عائله اش، اولادش خیلی مساعدت میکند، نه به پیشرفت فقط یک عائله رئیس جمهور. این امید به صاحبکار اگر داده شود، به تاجر اگر داده شود، به استحصالگر اگر داده شود، تاجیکستان در یک سال خیلی دستاورد بزرگ به میان میبرد. در اینجا میتواند یک قسم قرضهای تاجیکستان هم داده شود. در اینجا میتواند مثلا گریم چقدر از صاحبکارانی که امروز صاحبکاران تاجیک امروز در روسیه هستند، در ترکیه هستند، در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل هستند، در امریکا هستند، در اروپا هستند، به تاجیکستان برمیگردند. اگر این امید رو به مردم داده شود، به صاحبکار داده شود، به تاجیکستان برمیگردند، سرمایه گذاری میکنند و سرمایه ملت در داخل ملت میموند. حالا ببینید این تاجرهای ما در خارج سرمایه گذاری کرده ایستادند، در خارج کارخانه دارند، در خارج انداز سپارنده هستند. همه همین انداز سرمایه گذاری، همه این
غناوت یعنی بایگری های ذهنی به تاجیکستان برمیگردد. تاجیکستان در 1 سال 10 سال پیشرفت میکند. فهمیده شدید برادر عزیز؟ من این فکر من این است، اقلا آزادی کلی نباشد، هم آزادی نسبی به صاحب کار تاجر به مردم داده شود. میفهمید؟ با خارج برق نفروشیم، با مردم خودمان برق فروشیم. حالا صنعت کنونی با سرعت کشور گفته شدیم بی برق چه خیر صنعت کنونی می شود؟ اکثریت تکنولوژی نوین با برق کار میکند. درست است؟ بدون برق چه خیر صنعت کنونی با سرعت داشته میتوانیم؟ به این سوال رژیم این حکومت تاجیکستان چه جواب دارد؟ چه خیر برنامه شما بدون برق اجرا می شود؟ با شمع، با جینچراغ، چخیل؟ خودشان یک بار جواب تیان چی میگفته باشند؟ بله. خب و اخیرا سوال من است برادر که همین حکومت رو کی ظالم کرد؟ سبب ظالم بودن حکومت سببش کیه؟ مردم است. خودمان است. یعنی از صبر و تحمل مردم حکومت بیشتر استفاده کرده است. یعنی از این میباید که برای دولت مقتدر بودن است، یک ملت مقتدر بودنش، برای پیشرفت کردنش اینقدر آرامیش فایده نداشته است. باید یک کم سری بالا داشتنش در کار، یک قدر صدای بلند داشتنش در کار بوده است که متاسفانه این را ما نداریم. حتما مردم این را به دست آوردنش در کار، این را پیدا کردنش در کار. و حکومت خوبی مردم رو استفاده بردن نتونید. زنده باشید. یک زنگ از واتساپ. الو گوش میکنم شما را. سلام علیکم اکا شوقت. و علیکم السلام و رحمت الله. آوازی من خوشم است اکا؟ سلامت باشید، صدایتان خوب است. برادر عزیز، ما رایون فرخور میشم. انا جرام ای تاجیکستان میگن ای کیا گناهگار ایجاده یکمش امای رامون گناهگار. ما او را بسیار حرمت کردیم، عزت کردیم، او محسبت شد. برای همون جرام او آدم پروسا بخیز باید بروا. ما باید خودمون وطن آباد کنیم. این خلق تاجیک فقط تلفن میکنن، میپرسن، سوال جواب میکنن، طریقت نمیشه. رفتن در کار، آدمی حکومت شدن در کار. اگر 5 سال دیگه بیسته ما حکومت میمونیم. برای همون من نمی روزیم که نمی وزی کم نمی کدومی که راه کیه نمی یا بلیت سمالیوت هم خدم لیش نمیگیرم. ایسمی خدم همون آدم نمیگیرم. سوم ندارم من خونه برم برای دعوای حکومتم. من روزیم که بلیت سمالیوت بگیرم اینا بزنه برو اینا من قطیش میرم. همی کم بچه که سوم داره پجالسته 2 سالی 3 سالیش دیدن اونجا همیجا دارن بگیرن یا نفر در بلیت بگیرن همون در توی سال میشه. برای مردم مملکت میشه میسته میجا در تلفن گپ زده ای عیب اونجا این دیگه تغری نمیگیره. برای ما که شوکت ایجاد ما خمونیم گناهگار. اون ما رامون نمیگوی نگاه دارم مورا او به خلق گپ زیسته نیومده سای ما هم گپ زده میگیرن صد بودشون. فرخور نپریمیر پول جزیر شدگیه یگان زمینی نیسته که ما و تبریم گو منابی چارنیم همه زمینو اوزودای همه زمینو آیاتی موفای باور که کو هم زمینی هست در فرخور که خاک فرخور نه خاک کلوب سیر میکنه زمین نه که همه زمینو را گرفتگی هم یک فرخور خودش کلوب سیر میکنه. وقتی جنگ ده یا فرخور وست کلوب سیر کدگیه 91 میگن 91 دکو فقط فرخور همین نیمی ارمیا تاجیکستان سیر کدگیه نکی در فرخور آورده در استادیون فرخور کو من خودم شاهد زنده ایم 400 نفر موده را ریختگیان میبرن جنگ ده فرخور را کلوب طویل داره گفته جنگ خیلی میکشن میگیرن میان در فرخور میرزن میگه که وفچکو کشتن اینجا وفچک نیست
ایجا دکو همه کارکو ایمای رحمون کاگه ایمای رحمون کشتاگه آدم کشیمو ایمای رحمونه دیگه توقت نیست که خیسته رفتن در کور دیگه گپ زدن در کور نیست همین مردکن میگم من بلیت یک کمه گیرم نمره شای نخد پرتو صورت پاسپورت چپارتون بلیت شما بگردن میگیرم اینا بخزیم بریم اگر نمی امسال نریم نمی موی مرد اگر نریم اوجه اوس همه میگون که جزیر میشه تموم اینا ما گفته استم شما را که اوزی خلق نداره بخره بودنی ندارن مرا ای خولم بچهش تلفن کرده که سمروی که من ندارم بخرم خولم سویسته بچه خولم مرا تلفن کرده دختر خولم شوی دختر خولم تلفن کرده که من ندارم بخرم چطورش کنم مرا بله درست است تشکر زیاد همه دیگه تقری نمیگیره یکون میده تقری نمیگیره که شوکت بخیزن خواب بخیزن برمان برمیدی سون نشوان بیزنسمن هایی که در رسیان سون فینانسیر وقت کنن موجیرو را روی کنن برمان عدم حکمت شوان هم وقت کمی کار کنن خیشالو که همو آدم را در نظر میگیرن خلق توجیب هم بیزنسمن های ما خپن سوندارای ما خپن بله دیگه نمیشوه که خیسه رفتن در کور من لیش نایت شمایم اوچه نیمی تاجیکستان من را میشنوشه اینمی تلفن کسان که گم نزکه تو ستاگیه نه که من گم میزنم نمیشوه من نگاه میکنم او روز یا بچه در ایرپورت در دونی سمالیات گریسه ساکین من را قبیدن بردن چکو کنم خیلی توقعات اون بخدا گفته است میبرن اون آدم چون میکنن میشکنن میکشن فرش میتن او آدم حکومتی تاجیکستان اوزه خلق او کشته است فرق نیست دیگه او کیای چی نیست کشته نبود کرده است برای همون کمبغل بایای چیه بخیزه دیگه نگه نکنه ما بایا را نمیگیم که ما شما را میکشیم این ماه رامون قطعیتی نبود کردن در کار تمام این هم دو آدم های دامینو بایم زنده باشه تشکر زیاد اکا گامی را بفهمونشون اکا محمد اقبال ابوکی همی گپو را هم بگه دیگه نیسته اوزه کردن نکن خط قیستان نکن عمری مسچاهی بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت خوب است؟ سلامستان خوب است؟ تشکر زیاد به شما بفرمایید. خب ما در این پیام محترم جناب اولی دوستانی هم که واقعا یک مرد بی‌سواد است و به مردم شریف تاجیکستان دوستانی هم که مردم عزیز هموطنان عزیز وقتی که همین پرزیدنت رئیس جمهور به منطقه میآید و نخیزن تعریف تفتیش نکنین انا تو اومدی کارتشکای مو سابزی کدوهای مو کلوس باخلاجلای مو پخ نکنین گوید کنین بگیم راتو نیستید مثال نیستید نفقه مو کم اولیگ مو کم ای مهاجرت رفتن اومده رسیه مونده شده برای که بیچاره یک بیسواد جاهل تاخدکو نگاه کنین که 30 سال شدگیه این بیچاره نفهمید که به ضرورت معارف یعنی که مهمترین بوده این مردم نفهمیده که چند سالی در کره که باید تندرستی رو بفهمه یا که بازار کره داخلی رو بفهمه یا که اندوش یا که اگه چیز دیگه شه برای حق خود منتظر طلب کردن مو در کره و شاکدکو یک سوال داشتم برای چی همین جنوبی ولی در همین پیاماشون فقط یعنی که برنامه های 5 ساله 10 ساله 15 ساله میکشن و دیگه سالهای گذشته قیاس نمیکنن مثلا میگن که این سال 2021 ما 22 سال این کارو میکنیم در سال 18 خیبر ما این کارو کردیم برای چی این گپا نمیزنن فقط همین سال 92 ما سال 92 رو ندیدیم ما خود کریستیان مسیحی برای ما چی دخل دارد که همون سال 92 میشه گویا ما 92 گفته یگان پیشروی نکنیم گویا ما 92 گفته فقط روسیه را بیم بیایم پدرام میرفتم میومده اصلا امروز ما رفتیم مثلا وطن در زیر خطر است که اونجا برادرای بدخشان ظلم کرده نظامی های خطای آورده خطای بینای پارلمان میلیارد خرد داده سعی وطن به نیستی رفته ایستاده است همین حکومت دو خیلی هم رئیس جمهور یک خدو همونجا میستگی یک آدمی به عقل نباشد که بخیزه گوید که محترم جناب اولی اخی برای چی دروغ میگوی حرم نمیداری یگان بیهودی نیست و من همی 28 سال میشود یگان پیشتوی را همین نوحیه خود دیگه نوحیه ها مثال حساب نیست پیشتوی نشده است
فقط برای این گفتنیم که مردم بیان محلچگی نکنیم، دیگرمون رو دعوت کنیم برای حق. همه کسی سرجم بریم تاجیکستان خیلی برادر گفت که دیگرمون رو دستگیری کنیم. ببین با خدا اصلا شرکت وطن در خطره، بی‌نهایت وطن در خطره. وقتی که این میلیارد خرج میکرد میبیاد زمین طلب میکرد کجا دوام میکنی؟ تو دیگه میریم کجا میریم؟ کجا رفتیم گزارش میکنم میگه من خیلی پول دادم خرج کنم مرحمت بر میگردم نه خرج داد کجا میکنیم؟ وطن مون میگیرم برای همون اویگورا بم مینوله میگره یگون دولت مسلمان ارتش مسلمان نمیخیزه. برای همه اخوان کار کنیم برادر جانم بخیزیم. شاهزاده رحمت کلام بده فرستم. زنده باشید. تشکر زیاد. نفر بعدی رو گوش میکنیم. دانشجو بفرمایید. دانشجو شما رو میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. منم یک دو سخن میگم. چی میکنید؟ سوالم قطع نکنید. گوش میکنم بفرمایید. قطع نمیکنم. خب همین نفرایی که گپ میزنن که انا ما میریم ترکستان میریم بیجام شیم بریم انا میرین چیکار میکنین در ترکستان؟ همین و مثلا واقع بینانه نگاه کن در کار. ایدست شما مقصد چی میرین در ترکستان؟ انا هیچ چیز. این یک و بعد دویم نقطه همی که همین مردمی که زنگ میزنن مثل که یک مریضی داشته باشن. زنگ میزنن انا با ما ظلم شد، انا جنوب آخه برنامه شما صنعت کنونیه. صنعت کنونی کشور چرا هیچ کس در داخل موضوع گپ نمیزنه؟ از این برمیآید که مردم اونقدر سواد ندارن. مردم یک ذهنیت مظلومیت را در ذهنش همی محترم مخالفات داختیان دیگه مردم خلاص چه مظلوم اسم میکنه. هیچ اقدام نمیکنه به یک طرف خوبی به یک طرف دیگرگونی. و بعد یک نقطه دیگه شما زدین که همین هر یک نوعیه هر یک کارگری حکومت یا هر یک منصبدار یک جنایت میکنه از رئیس جمهور گناهکار است. این کاملا اشتباه است. نباید ما از رئیس این دولت داری است، البته سیاست است، ما نباید همه مشکلات را جمع کنیم دست یک شخصیت بزنیم از دو شخصیت یک بود تیار کنیم روزی درست او را بخواهیم که انا عیبی همین. بسیار خوب. شما دلیل مرا گوش کردید که من برای چی رئیس جمهور را گناهکار دانستم؟ دلیل مرا گوش کردید؟ بله شما گفتید که برای که طلبات قانون است. تاجیکستان جمهوری پارلمانی نیست، جمهوری خلقی نیست، جمهوری پرزیدنتی است. یعنی پرزیدنت حاکم ناحیه را پرزیدنت تعیین میکند، حتی سود ناحیه را پرزیدنت تعیین میکند. در ناحیه سود فسادکار است، پرزیدنت گناهکار است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه او شخص شناخته پرزیدنت است، نماینده پرزیدنت در ناحیه است. حاکم ناحیه دزد است، همون دزد شخصی باورناک پرزیدنت در ناحیه است. یعنی این مضمون آن رو وقتی که حاکم ناحیه دزد شد، این گفتنی گپ است که پرزیدنت فرمان داده است که دزد کن یک قسمش به من فرستون. اگر همین حاکم ناحیه را از توسط انتخابات مردم خواستگیش را انتخاب میکرد گپ دیگر بود. اما به این مردم حق ندارد. کسی را که پرزیدنت تعیین کرد باید مردم سرفرارد به او گوش کند و به دزدی‌هایش چشم بپوشد. برای اینکه نماینده پرزیدنت است، اگر یگان گپ زد، یگان سر بالا کرد، یگان چی کرد، به سرش صد بلا می‌باید. برای همین آفرین پیشرفت کار هم پرزیدنت است، لعنتی عقب روی هم از آن پرزیدنت است. این قانونی است برادر عزیز. پرزیدنت فقط نفس خودش را گفتگی است، برای جمهوری را در رفت خودش. در وقتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سر قدرت آمد برادر عزیز کی بود؟ پرزیدنت بود، رئیس جمهور بود؟ نه برادر عزیز، رئیس شورای
فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ بله درست رئیس من شورای با فکر شما درست من شورا رهبر بود، به شورا رهبر یک کشور به شورا یعنی به پارلمان رهبر بود. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ بعد از اون چیکار کردن؟ پارلمان رو دوپلاتگی کردن، تاجیکستان رو پرزیدنتی کردن. حالا یک در تاجیکستان شما بر بیسوادی مردم اشاره کردید برادر عزیز. ببینید تاجیکستان یک کشوری اونیتری است، یعنی فرم دولت داری یک فرم ساده است. کشوری اونیتری، کشوری فدراتیوی نیست. در یک کشوری اونیتری دوپلاتگی چی در کار است؟ چی لازم است؟ یعنی یک پلات را مخصوص ساخته است. یعنی در پارلمان یک قرار قبول می شود، در پارلمان مجلس نمایندگان به مجلس ملی می رود، در مجلس ملی او را باز دیده می برایند، بعد به پرزیدنت می رود. همین خیلی است. اما اخیر همین مجلس ملی به کی در کار است؟ چی در کار است مجلس ملی؟ این از ترس اون است که مبادای وکیلان مجلس نمایندگان از پرزیدنت سرکشی کنند، جانب مردم بروند، پرزیدنت بیچاره نشود. برای یعنی استراخوفکایی در سر قدرت ماندن یک نفر ملی ساختگی است. مجلس ملی در قدرت ماندن امام علی رحمان است. اگر یعنی کارناشایی پرزیدنت آشکار شد طبق قانون، پرزیدنت کارناشایی هم دانسته شد یا اینکه یگان بیمار شد یک چیز شد، نفر عوض کننده او رئیس مجلس ملی است، نه رئیس پارلمان مجلس نمایندگان. رئیس مجلس ملی که است؟ رستم امام علی دخترش است. برای همین برادر عزیز این تاجیکستان با تمام دو و دستگاهش، به کنستیتوسیاش، به قانونهایش به یک نفر خدمت میکنه. برای در قدرت موندن یک نفر خدمت میکنه. انا برای همین هم آیا به حاکم ناحیه اگر فرمان شده باشد که تو از هر یک صاحبکار به من فلان قدری دل کنده میدهی، از زمینش فلان قدری پول کنده میدهی، هر سال فلان قدری دل میفرستونی، بعد در سر قدرت میمونی، او مردم رو گوش میکند یا پرزیدنت رو گوش میکند؟ البته پرزیدنت رو گوش میکند و مردم میگیرد. یک قسم درآمد معین مردم به سر کردن دزدان پرزیدنت تعیین کردگی صرف میشود. دزدانی که پرزیدنت تعیین کرده است به سر کردن آنها مصرف میشود. اگر مردم خودش با انتخاب خودش آنها را انتخاب کرده باشد، صدا بلند میکند، میگوید که من تو رو نمیخوام، دفشل میگوید ما دیگه کس رو انتخاب میکنیم. و آخران سوال همین که یک کمی موضوع بین رفتیم، سوال آخر همین که شما درباره پخته گپ زدین که قسم زیادی پخته بیرون می رود، استحصال نمی شود در کشور. در این موضوع تنقیب کردین و تنقیدی بدون پیشنهادی راهی حل فکر کنم قبول نیست. و گفت شما چی باید کنم؟ شما چی دستور دارین؟ چی راهی حل دارین؟ ما باید چی کنیم که صادرات زیاد شود؟ حالا ببینید برادر عزیز، جان فدایتون، حالا شما هزارها نفر شهروند تاجیکستان رو به بیسوادی متهم کردید، در حالی که دادر جونم شما صحبت‌های ما رو درست گوش نکردید. در برابر صحبت کرده رفته ایستادن، من پیشنهادهای خودم رو گفته رفته ایستادم. برادر عزیز، در اینجا یک برادر دیگر برآمدند از من پرسیدند چی باید کرد. حالا ببینید از تاجیکستان 80% نخ پخته کارکرد نشده خارج می شود، صادر می شود به کشورهای خارج. ما گویا هم تو به یک نرخ‌های پسترین پدرکه میکنیم، توفه میکنیم به کشورهای خارج و آنها میگیرن همین پخته ما رو کارکرد میکنن، متاع میکنن، لباس میکنن، آورده با 3 برابر قیمت 4 برابر قیمت به خودمان گردانده میفروشند. سوال به میون میباید آیا ما شرایط کارکرد و استحصال نخی پخته رو نداریم؟ داریم. برای چی کار کرد نمیکنیم؟
برای اون که همین شرایط رو حکومت رژیم مهیا نکرده است برای مردم. حالا ما چندین کارگاه های دوزندگی، بافندگی و رسندگی کشیدیم، فقط در ویدیو دیدیم، در نوار در تلویزیون دیدیم بیچاره ماشین های همون ها، تکنیک های استحصالی به کجا پریزه سفر کند با کماز بار میکنن، با ماشین بار میکنن، 8 روز 10 روز پیش از رفتنش یک بنا رو میگیرن، اونجا گرد اطرافش رو آباد میکنن، به داخل اون برده میمونن. اینجا ما کارخانه استحصالی بنیاد کردیم، بافندگی، رسندگی، دوزندگی. پرزیدنت رفت، از عاقبت با ماشین بار میکنن، به سفری نوبتی رئیس جمهور به یک ناحیه دیگر آماده میکنن او تکنیکی استحصالی رو. با این حال ما با این حال آماری، یعنی فقط گزارشی، فقط به پرزیدنت نشون دادن و در تلویزیون نشون دادن و فریب کردن ها، به کجا میرویم برادر عزیز؟ اینها که با همین فهمش عصر گذشته موندن و فکر میکنن که به همین آمار دادن و گزارش دادن ها فلان قدر کارتوشکا گرفتیم، فلان قدر پیاز گرفتیم، فلان قدر سبزی گرفتیم، گفتن و در ورق نوشتن ها پیش میروند و هرچند می نویسند نمی نویسند از مسکو گسیل میکند، به همین فکر موندگی هستند، به امید هستند که یک کاری کرده روزشان رو گذرانن، از مسکو میفرستوند. حالا به همین به عصر پیشین، به فهمش عصر پیشین موندگی هستند. اینو چه خیلی میشود برادر عزیز؟ یگانه پیشنهاد ما این است که کسانی که به فهمش عصر پیشین هستند نمیتوانند دیگر تاجیکستان رو پیش بردن، حتما به استعفا باید بروند. جای آنها نفرانی باید بیایند که فهمش زمان معاصر را داشته باشند، تکنولوژی های معاصر را استفاده برایش را فهمشش را داشته باشند و نفران در اطراف رهبر جمع شوند و تحمل گفته های آنها، پیشنهاد آنها را رهبر اول داشته باشد که آنها توانند به رهبر اول بدون ترس و هراس درباره تکنیکی معاصر گپ زنند، درباره طرز کاربردی زمان معاصر گپ زده توانند. اما اطراف پرزیدنت امروزه نمیتوانند و همین یک برده نان حرامشان را اولاتر از پیشروی تاجیکستان میدانند که همین پرزیدنت میتونه دستنگری هم پرزیدنت شده هستند. و بدتر از همه این است که خود رئیس جمهور، خود همین الیت حکمران امروزه خواهشمند آن نیست که در اطرافش شخصانی فرهیخته و شخصانی دانشمند جمع شود و تاجیکستان را پیش ببرد. برای آنکه بسیار چیزها آشکار می شود، پیش راهی دزدی ها گرفته می شود، حاضر به طور کلخاز دزدیده ایستادن، این همه بسته می شود. انا برای همین هم پیشروی سوست است برادر عزیز. پیشنهاد ما همه این چیزها رو برطرف کردن در کار است. به مردم اقلا آزادی کلی نباشد، هم آزادی نسبی فعالیت دادن در کار است. ولی من به پیشنهاد شما احترام دارم و من هم یک پیشنهاد میگم بعد میبرم از برنامه. بله بفرمایید. و من فکر میکنم که همین شبکه‌های مخالفین یک اشتباه بزرگ انجام میدن. همین از حد زیاد پرزیدنت را سیاه کردن و مردم را با دولت دشمن کردن، دولت را با مردم هر دیگه جدا کردن. من گپتون رو میبرم برادر عزیز. همین فکرتون این فکری کلن خطا هست، 1% درستی ندارد. برای این اگر 50 بر 50 میبود من گپتون رو نمیبردم. 1% درستی ندارد. پرزیدنت دولت نیست. درباره ضد پرزیدنت گپ زدن این دولت رو گپ زدن نیست برادر عزیز. همین فهمشتون کلن خطا است. این فهمش رو از معنی سرتون بیرون کنید. پرزیدنت را تنقید کردن این یک خادم دولتی رو تنقید کردن است که از اودای کار نبرآمده ایستاده است، دولت رو نه. و این گفتن گپ است که این خادم ما خدمت کردن نتوانسته ایستاده است، باید دیگر کس خدمت کند. این دولت رو تنقید کردن نیست، یک خادم دولتی رو تنقید کردن است. دولت رو از خادم فرق کنید برادر عزیز. این خادم دولت نیست. پرزیدنت خادم رقم یکی کشور است. همین خادم رقمی که یکی کشور خطا کند تمام ملت خطا میکند.
خادم رقم یک کشور پیش رود تمام ملت پیش می رود برادر عزیز. وقتی که خادم رقم یک عقب کشی میکند باید این مسئله چاره‌جویی کرده شود برادر عزیز. این دولت رو به مردم دشمن کردن، دشمن رو به مردم دشمن کردن، این گپ تماما منطق ندارد برادر عزیز. اگر همین گپتون 1% درستی میداشت من گپتون رو نمیبریدم. 1% درستی ندارد این حرفتون. یک مثال میارم. دولت فرق کنید برادر عزیز. او دولت نه خادم دولتی است. پرزیدنت را مردم به خدمت انتخاب میکنند، به خدمت کرا میکند، به او معاش میدهد که به من خدمت کن. مثلا گریم شما در خانه پوشیده هستید، اوستا را به خانهتون میبرید، کار میاندازید، به او معاش میدید، به او پول میدید. به پرزیدنت مردم معاش میدهد تا او خدمت کنه تاجیکستان را پیش ببرد. خادم رقم یک نیست. البته این گپوی نظریوی ان گپوی درستن، لیکن گپوی عملی هستند برادر عزیز. با یک چیز با شما موافق هستم، همین گپ نظریوی باقی مانده است، در سخن باقی مانده است، در قانون باقی مانده است، اما در عمل گپ شما پرزیدنت هم دولت هم همین امام علی رحمان هست، ملت هم همین امام علی رحمان هست. حالا درباره چی گپ زنی بعضی میگه ملت تحقیر نکن، این ملت هم امام علی رحمان هست در عمل. من به این گپتون موافق هستم برادر عزیز، درست میگید، اما نباید این خیلی شود. ما فهمشمون رو باید دیگر کنیم. نه امام علی رحمان نه ملت است، امام علی رحمان نه دولت است، امام علی رحمان نه حاکمیت است، هیچ نیست. سردار حکومت است و خادم دولتی است. خادم رقم یک دولت است، مردم است. مردم به اون معاشی بلندترینی 100 برابر همه بلندترین معاش میگرفتگی شخص در تاجیکستان نه امام علی رحمان 100 برابرش معاش میگیرد. برای همین معاش گرفتن رئیس جمهور چند قدر گرفتنش سیری دولتی باقی مانده است. برای چی؟ برای اینکه از دل خواه شهروند تاجیکستان 100 برابر زیادتر رئیس جمهور معاش میگیرد. اگر ما به خاطر آن که رئیس جمهور چند قدر معاش میگیرد رسانه این نکرده است، آشکار نکرده است، سیر نگاه داشته است، ما گوییم که امام علی رحمان 1 میلیارد دلار معاش میگیرد، گوییم حق داریم. 10 میلیارد دلار معاش میگیرد گفتن هم حق داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اون که نه این گپتون دروغ، من فلان قدر معاش میگیرم، من تابع من و من معاش من صورت به حسابم، صورت حسابم یا با کارت معاشگیری هم میگذارد، کارت بانکی هم میگذارد، من گزارشش گفته نشان نداده است. ما 10 میلیون ها میلیون میگیرد رئیس جمهور، گویم هم حق داریم، به خاطر اینکه مثل دیگر رئیس جمهورهای دیگر کشورها حتی معاشش رو آشکار نمیکند. برای همین چند قدر خواهیم اگر دوست گوییم حق داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کار شفاف نیست، فعالیت شفاف نیست، مبلغ کشور رو گرفتن شفاف نیست. وقتی که شفاف نیست همه گونه، وقتی که کار فعالیت شفاف نیست همه گونه شبهه ها به میان میاد و همه گونه شبهه ها درست شمرده می شود، نادرست همون زمان شمرده می شود که با دلیل اثبات کند که این گپ من این است و دلیل من این است، چک من این است، معاش من این است گفته. تا این زمان، تا زمان شفاف نبودن همه شبهه ها ضد رهبر کشور، ضد رژیمش، ضد اپاراتش، ضد کمانداش درست است. درست. همین خیلی پس چیکار کنیم؟ ما خلق چیکار کنیم؟ اینا ما دانشجو چیکار کنیم؟ مردم عادی چیکار کنیم؟ دوی میشیم نولت کنیم با تنها. برادر پیشینی سوال دارن چیکار باید کنیم؟ یک کم مردم از صبر و تحمل مردم سوء استفاده شده است. مردم باید یک کم تر صدای خود را داشته باشند و چرا مردم خطاب نمیکنیم؟ دویم جناب عالی را خطاب میکنیم. قانونی خود را باید داشته باشند. سلامت باشید برادر عزیز. یگو چیز دیگر گفتنی هستید؟ نگوید که گپ مرا بریدی. یگو چیز دیگر گفتنی باشد بفرمایید. همین گپ من میگم که میبرم قد نکنید، لیکن داخل گپ من ورود نشه. همین گپ من، سخن من، آخرین سخن من همین که ما باید مردم را با سواد کنیم، مردم را دعوت کنیم به سوی خود آموزی، به سوی خود کمک کنی. و این چونین تاجیکستان شما دویم
قسمتی کمبودی و قسمتی پرابلم را گپ میزنید مردم فکر میکنن که ما در یک بدترین جا زندگی داریم. شما باید کوشش کنید همون امکانیت ها و همون خوبی هایی که در تاجیکستان است برای جوان و برای یاش و همو را بگین که تاجیکستان چه آیندهش خوب شده میتونه تا که این استودنت هایی که درس میخونن همه ایران امید نکنین شما اینا درس میخونن که بگه یک بهبودی کنن در کشور امید دارن دایم یک طرف سیاه کردن به هیچ جای خوب نمیبرن. سلامت باشین. برادر عزیز بسیار با جهانبینی تنگ گپ میزنید. وقتی که رئیس جمهور به خودش حق داده است که تا آخر عمرش رئیس جمهور بوده میتواند این الکی یعنی فهمانیدن به مردم است که هیچ کس امید نبرد تا من زنده بودم به پرزیدنت شوی. الکی امید مردم رو از بین بردگی هستند. تو وقتی که پرزیدنت رئیس جمهور کشور میبرد پسرش رو رئیس مجلس ملی شخص دومین نفر کشور میماند این گفتنی گپ است که من مرم هم همین منصب من در اویلا میموند. یگان تا تاجیکستانی میخواند در رفته اکسفورد میخواند در آمریکا میخواند تحصیل گرفته میباید در انگلستان خوانده میباید فرق ندارد. 10 زبان میدونی تجربه بزرگی کار کرد در سیاست داری فرق ندارد. این بشارت به مردم است یعنی فهمانیدن به مردم است که من مردم تمام نه پسرم میگیرد الکی تیار است بر جا موندگی است از روی قانون. وقتی که من کارناشایم دانشجو شدم یا فوتیدم اجرا کننده وظیفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تا انتخابات رئیس مجلس ملی می شود. فهمیدید برادر عزیز؟ این الکی امید مردم از بین برداشته شده است. برای همین هم در تاجیکستان تمام میکنی دیپلم رو میگیری به صندوق میاندازی مهاجرت میروی. امید مردم رو همین رئیس جمهور از بین بردگی است برادر عزیز. نفر بعدی رو میشنویم. یک زنگ از واتساپ بود است. الو گوش میکنم شما رو بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مایرنبی شریف زاده. تشکر. بسیار موضوع خوب شما گرفتید. من تا حاضر خیلی مردم ها گپ زدن. بیایید که من بسیار انیق و دقیق و بعد بسیار کوتاه گپ زنم. مایلش 5 دقیقه وقت میدیم شما. نه 5 دقیقه من نمیرسد. چند دقیقه؟ گوش کنید منه. Она то, что говорят индустриализация, это все ложь. То, что говорят, что процветание, это все ложь. Слушайте меня внимательно. Она тоджики категар мезана мангушка не хамат. Билетки. Одам кыс, я касамекыша. Террорист, я касамекыша, йочан касамекыша. Неким коррупционер, вадавлати коррупциадор, тамоми хукумату, тамоми давлата, тамоми мардама мекыша. Повсеместная коррупция, которая в Таджикистане уничтожила Таджикистан. О чем говорят люди? Что они слушают? Если все мужчины боятся, то я женщина. Один раз в жизни живу, как все. Я предлагаю себе народным президентом Таджикистана для того, чтобы вывести Таджикистан из этой нищеты, чтобы вывести Таджикистан из этого рабства. Мне зарплата президента не нужна. Я могу, вот очень хорошо затронул он вопрос выдвижения женщин в государственные органы. Вот, пожалуйста, буду онлайн издалека управлять страной и поднимать грамотных людей Таджикистана, у которых душа, разум, сердце болеет за развитие Таджикистана. За то, чтобы люди не были в рабстве. За то, чтобы было процветание, как подобно 21 веку, применяя все современные технологии. И найду обязательно тех людей, которые будут помогать.
Я очень рада, что в Таджикистане еще жива и живет Ойнигол. Не зря ее выдвигали. Ойнигол Бабанатарову все вы знаете. Она юрист высшей категории. Сколько ее мучили. Чего только она не терпела. Она осталась живая только ради того, что муж у нее из Донгары. А вот в Таджикистане пока я буду отсутствовать. Онлайн будет управлять она. Она ни одной копейки ни у кого никогда взятку не возьмет и приведет страну в подобающий порядок. Если мужчины уже до такой степени потеряли мужество, если мужчины уже боятся открыть свой рот, я призываю 10-миллионный граждан Таджикистана объявить повсеместный импичмент президенту страны, который является террористом номер один, экстремистом номер один, фашистом номер один со всей своей семьей. Недоверие. Как президент, слуга народа, он абсолютно не оправдал никакие надежды народа. Такую процветающую страну Таджикистан превратил в Торикистан. Такую процветающую страну превратил за 30 лет в ужасающее рабское положение, уничтожил все. Все, что есть, продает за границу. Как не стыдно. Эти все электростанции, все эти заводы, фабрики строил весь Советский Союз. А он сейчас заставляет такой ход, лишает граждан Таджикистана элементарного света, электричества. Знает, что зарплаты нет, а знает, что люди нуждаются во всем. И он вот так ведет к массовому геноциду оставшихся таджиков. Ему никто права на это не дает. Я еще раз повторю, бозхам я говорю, агар амихел рафтор гуфтори амихели коррупционной системой давлат боша, инаман майрам бишарифзода, худма хамчо кандидати президенти оянда таклиф мекунам. Ман бовари дорам аз худо ки тамоми мардуми коргар, тамоми мардуми мазлуми Тоҷикистон дар ҳамин 10 миллион ҳамаш барои ман овоз метиҳам. Манда оилӣ ки маоши президентӣ дар кор нест. Ман барои халқ то мурдан ман хизмат мекунам иншоалло ба амри худо. Тоҷикистона мутобиқи асри 21 тамоман озод мекунам. ҳама чизи дунёи хубтаринша мебиёрам. истеҳсолота ташкил мекунам. ана ман чӣ гуфтаниям. Барои ин гапам агар мана куштанӣ бошад, худо мана нигаҳбон мешавад. Есть еще у вас вопросы? Нету. Спасибо большое. Вот поэтому еще раз бо забони тоҷикӣ урси гап мезанам. Коррупционная система государства Таджикистана уничтожила все. Коррупционер хуже террориста. Террорист уничтожает одного человека или пугает несколько человек, но коррупционер уничтожает государство. Поэтому коррупция, начиная от самых низких, как говорится, должностей, до самого президента, разъела весь Таджикистан, уничтожила весь Таджикистан. Другого выхода нет. Я себя выдвигаю, объявляю народным президентом Таджикистана, чтобы до самой смерти служить бесплатно. И вокруг меня объединяться все здоровые силы общества, не только в Таджикистане, не только за границей, но во всем мире. Валлаху хайрат хафизан ва хуа рахман рахимин. Я сиротал мустақим. Худо бо ҳамроҳи мо бошад. Мана президенти нав ҳам пайдо кардем иншоалло. он ҳам бошад як хонуми 85 сола. ҳама ма мехоҳам ҷавонҳо сари кор биёем. ин хонумҳо нафароне ки 80 сола ҳастанд, 85 сола ҳастанд. пеш аз ҳама ташаккур ба инҳо ки инқадар шуҷоат доранд, инқадар ҷасорат доранд, новобаста аз пиронсолии худ, новобаста аз хонум будани худ, инқадар ҷасорати мардонаву шуҷоату далерӣ доранд. ман
میخواهم یک قشر جوان به سر حکومت بیاید، همه پیرترینش در سن سال من باشد و همین بالا بسیار کس میگویند هم رئیس جمهوری تاجیکستان را شما بسیار خوبایش رو گمانه میزنید. همین رئیس جمهوری تاجیکستان از 40 سالگیش تا 47 48 سالگیش در 40 سالگیش سر قدرت اومد تا 47 48 سالگیش خیلی کارها کرده است برای ملت تاجیک. واقعا بعد از وی هم مرا چنان مثل ابر سیاه همه خوبی‌هایش را پناه کرده است که اگر خوبی‌هایش آفتاب باشند مثل ابر هم خوبی‌هایش را پناه کرده است، دیگه خوبی‌هایش پشت ابر ماندگی هستند. حتی مثل آفتاب هم باشد یک ابر می‌باید آفتاب را پناه می‌کند. برای همین خوبی‌های رئیس جمهور مثل آفتاب پشت ابر است، دیگر نمی‌نماید. اینقدر بدی‌ها کرده است که اینقدر ظلم کرده است، دیگر خوبی‌هایش پشت ابر مثل یک آفتاب ماندگی است، هرچند مثل خوبی‌هایش مثل آفتاب یک روشنگری عالم هم باشد. الو گوش میکنم شما را. الو بفرمایید. سلام علیکم. گوش میکنیم شما را. و علیکم السلام. موضوع چی است که موضوع ما درباره روند صناعت کنانی با سرعت کشور است. یعنی چی؟ فهمیدید؟ در تاجیکستان صنعت در گپو هست، همین رو ما میخوایم که در عمل بدونیم که چقدر هست. حالا شما هست میگفته پروسه شده، یعنی ندیدید گویا که هست تو؟ او صنعت به فکرم میسازن بعد از رفتن رحمانوف مخم میشود. به فکرم میرود بعد نیم ساعتش گشاید صنعت یک کار میمونه. درست. افسوس است که این خیلی برنامه میکنین رحمت، لیکن با این برنامه ها این دجال خیلی قین است قدرت دور کردن. ما برادر عزیز، نقشه ما برادر عزیز اول پیش از همه دور کردن امام علی رحمان از سر قدرت نیست. ما میخواهیم پیش از همه با ملت روبرو شویم و به ملت حرفایمان را چیزی که میفهمیم بگوییم و ملت بفهمد. وقتی که ملت میفهمد، ملت خودش تصمیم میگیرد که همین رئیس جمهور در سر قدرت ماند یا نماند. ملت خودش. حالا اگر من مثلا گریم همین امام علی رحمان باید از سر قدرت برود گویم، حق این فکر رو دارم، این اندیشه رو دارم که همین از سر قدرت برود، اهل عائله‌اش برود، تاجیکستان در یک سال 10 سال پیش میرود، این باور رو دارم من. اما این حرف انفرادی من است، اندیشه انفرادی من است. اما اینه که ما گپ میزنیم، برنامه میکنیم، از کمبودی ها گپ میزنیم، به اصلاحات دعوت میکنیم و کارهایی که از جانب رژیم شده ایستاده است به مردم این همه را آشکار میکنیم. این به معنای آن است که مردم خودش بفهمد و تصمیم را بگیرد. فهمیدید برادر عزیز؟ انشاءالله که یعنی باوری دارم که قوای مخالفین که یعنی در خارج کشور هستند اونها غالب میشوند. انشاءالله ما انشاءالله. زنده باشید برادر عزیز. یگان علاوه دیگر ندارید؟ پایکی پیروزی دیگر. تشکر. نفری بعدی از استودیو پیوست کنید، بعد از آن زنگ را قبول میکنیم. بفرمایید.
نظر نظیر هستم. نظر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدق الله العظیم. برادر خیلی موضوع خوب رفت. ما همه گفتای همه خالمان در گفتنی بودیم، مثل همه خالمان که خیلی گفت یک جنایتکار یک نفر مثال تلف میتیه، این حکومت پستیش ضررش بر کل جامعه میرسه، بدنامش به کل جامعه میرسه. همین از منظور ما، هم فکر ما، بدنامش به سر کل ملت میرسه. بله درست. خوبیش فایدهش به منفعت خلق میرسه. پس ما باید سیر کوشش کنیم که خودمان سازیم، در پیش باشیم، وگرنه سر شرمندگی را جای قبول نمیکنیم. درست. همه خیلی برادر. بله تشکر. خب خدا حافظ. باز برادر خیر همین جا داریم، باز موضوع کشید گرد میزنیم. نباشید. خب خلا من به مردمی حق گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبیت اینجا کشم کرد. تشکر زیاد به شما برادر. خداوند خوب باشید. الها. من خیلی گوش کردم این برنامه را. همین اپا بود خولا بود، خیلی گپ خوب زد نکیم. راستش این دولت ما دا اگر خیلی که همین خولا گفت پیش از این همه ما نبینیم همین این کروپسیا در جای یکم است. باید بینیم که چی خیلی رفته است کروپسیا تا در تمام همین رایون و شهرها یک رئیس می شود، پیش اون و باید اون رئیس چقدر مبلغ با این اویله باید بسپارد. بعد این دولت چه خیلی آباد می شود، این دولت چه خیلی پیشروی می شود. مثلا گیریم یک رایون یا که رایون های توبه مرکز، رایون های ولایت بر سر وظیفه آمدن باید میلیون ها دلار باید سپارند. این خلق خداشون میدونند. اون رئیس ناحیه، رئیس همون رایون ناحیه بگیم وای ونوجدی نگفتی گپو که مجبوره که از رئیس های جماعت جمع کند. ما خودمون با چشمای خودمون دیدستیم جماعت ها تمام همین ساحه‌ای که در همین رایون ناحیه ها چی میشد همش با کروپسیا دسترسی دارد. این اگر پیشروی خیلی که ما میبینیم، اگر حکومت ما پیشروی شود یکم آچیرد باید کروپسیا ای بین رفته شود. نیکیم تا حد روز تا روز نبرات زیاد شدسته. یا نطوری میگم اکا؟ بله. این مردم خودش با چشمش دیده. اون برادر برآمد گفت که ما فقط رئیس جمهور را مثال تحقیق میکنیم. ما رئیس جمهور باید میبیند با چشمش. این رژیم هوای خودش سازدوات کردگی، ساختگی. خیش تباری وای به رنگ ریک دوره مبلغ میسپارند، دوله میسپارند. چخیل این حکومت آباد می شود. تمام ساحه دوله میسپارند، پاره میتیان، به پاره نیست. کجا ما پیشروی میکنیم؟ صنعت،
تجارت اون یک تاجیکه که میگه که یک تجارت هوی کنم در تاجیکستان، یک کارخانه هوی کنم، 1 سال بعد اون کارخانه و از دستش میگیرن. این خیلی هزارها هزار تا شدگی دیگر همون مردمی که در تاجیکستان میخواهد یک آبادی کند اوش دیگر ترس دارد. نه طوری اکای شوکت. برای همین باید که خلق کم ترک با عقلش دانش در کاره که دیده است که ما کدام طرف رفته استیم، در کدام ساحه نمیریم، به پول ما را قبول نمیکنن. باید و یا برای چی آیلیگ میگیرن، معاش برای چی میگیرن؟ راست که معاشت با این توغوری نیسته، به همین چی کار نکنه. خیلی این مردم هم معاش کلان ندارند که مثال او پول شما طلب میکنه. یک پاسپورت که اون مهاجر سال باید چقدر پول میسته؟ 1000 1500 سومون. اوای 2 ماه 3 ماه اگر پنسیه را بگیریم 5-6 ماه پنسیه را یک پاسپورت میسته و در کجا طور میگیرد؟ گرفتن یک شناسنامه ضرورت پیش بیاید، باید به این راضی باشه که 5-6 ماه هیچ چیز نخوری. هیچ نخورید، در آبم نخورید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. حالا نفر بعدی الکساندر بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من همی گفتنیم که تا اینکه در مردم تاجیک وجدان ایمان نباید، 100 پرزیدنت بیاید همین خیل میشد. خیل میگه که خر مکه و مدینه اومدم خری قدیمه. برای که این بدبختی از روی خلق است. خلق خاموش است. از روی خلق است. ما یک کس را گناهکار کردن نمیتونیم. برای که значит شما دا معقول هم میخواید زندگیتون پیش بردن گیرین. دوره می؟ درست. خاموش زندگیتون پیش بردن گیرین. و دویمش این که تاجیکستان به روسیه یگان بهبودی کردن نمیتونه. برای که شما یک فکر کنید همین بندی تاجیکستان در دست روسیه، در دست پوتینه. کدام طرف کشد اون طرف رفتن میگیره. سرداد پیشتر میره، کشید عقب میره، دست هوای داد. نه اینکه یک تاجیکستان همه بخش سر بنداش در دست پوتینه. در رابطه پوتین شده کدامش فرام طرف خودش میکشد. اینم مثال میگیریم ارمنیا را میگیریم. ارمنیا طرف یوراسیوس چی شد؟ روان شد. جنگ آذربایجان سر شد. آذربایجان زد زمین خچه گرفت. از دست ارمنیا روسیه یاردمش نداد. یعنی گروزیا را گیریم. گروزیا را گرفت دو تقسیم کرد. اوکراین را گیریم. اوکراین را گرفت دو تقسیم کرد. با چی؟ بله درست است. اگر یگان علاوه دیگر دارید؟ نه ندارم. زنده باشید. تشکر زیاد. حالا تماشابینان عزیز، چند گفتنی های من دارم که در همین مسئله باید فکر میکنم گفته شود. شرایط همین شب روزینه بسیار کشورهای حالا با این قرار آمدگی هستند که صادرات رو کم کنند. مثلا گریم قزاقستان
خلاصش این است که صادرات گندم را هرچی میتواند کمتر کند به خاطر نیازهای داخلی، و حتی تصمیم های خزینه کردن تصمیم های ذخیره کردن خوراکواره را کشور همسایه کشور آسیا میانگی قزاقستان تصمیم گرفته است. حتی ازبکستان هم بعضی از تصمیم هایش را گرفته است. اینها صادر کنندگان محصولات کشاورزی هستند. ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان هم صادر کننده هست که شرم دارد مقدار صادرات تاجیکستان را به صادرات گفتن شرم دارد. گندم تاجیکستان را اساساً قزاقستان تامین میکند و همین سال قزاقستان گفت که ما به خاطر نیازهای داخلی نمیتونیم بیشتر گندم صادرات کنیم، گندم به بیرون بدهیم. حالا ببینید بسیار کشورها در همین شرایط پاندمی و شرایط‌های حاضره بسیار کارخانه‌های صنعتی از کار ماندگی هستند. یعنی از عهده تامین پیشترشان نبرآمده ایستادند. در همین حال اگر یک کشوری که خودش برای صنعت کار نکرده است بسیار عذاب میکشد، بسیار هم عذاب میکشد. برای استحصال کشوری که کار نکرده است، خوب کار نکرده است، خیلی عذاب میکشد در همیشه روزها. حالا ببینید کمیسری عالی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش داد گرسنگی کرد. گفت که به نزدیکی 40% اهالی کشور در حال گرسنگی قرار میگیرند. این یک نفر عادی ساده نه، آنتونیو گوترش اعلان کرد که در نظر است که 40% اهالی کشور در حال گرسنگی قرار گیرند، به قشاقی روبرو شوند. برای پیشگیری قشاقی، برای پیشگیری از گرسنگی مردن کشور ما چیکار کرده است؟ رژیم در چی کار آوره است؟ باید به این سوال ها باید به مردم جواب بدهد، نه اینکه فلان قدر همین کارتوشکا هایی که شما ذخیره کرده در کجا است، گندم در کجا است، زراعت ها در کجا است. باید مردم بدانند ما چقدر برنج داریم، چقدر گندم داریم و تاجیک مطلوبات چیکار کرده ایستاده است. مال های تاجیک مطلوبات آیا چند درصدی بازار کشور را مال های تاجیک مطلوبات تشکیل میکنند؟ همین نهاد دولتی به چیکار مشغول است؟ یک رئیسش رو ببینیم، یک قد قامتش رو که در تلویزیون برآمد کنند، یک بار ببینیم گپایش رو شنویم، بعد با واقعیت یک بار مقایسه کنیم که چی بوده است در همین نهاد دولتی تاجیک مطلوبات چیکار کرده ایستاده بوده است، ذخیره‌اش چقدر است، چند قدر بازار را تامین کرده ایستاده است. بعد میفهمیم که تاجیکستان به چیکار آوره است. حالا ببینید وقتی که حتی واردات هم، حالا ببینید 80% اگر تاجیکستان را واردات تشکیل کند، یعنی از بیرون درآورده میخوریم ما، از بیرون درآورده میخوریم ما 80%. 10 تا نان باشد 2 تایش از آن خودمان هست، 8 تایش طلبیدگی یا اینکه از کجاها خریده آوردگی، از کجاها رفته گرفته آوردگی. همین خیلی است. 2 تایش در تنور خودمان پختگی است، 8 تایش از نی همسایه. همین چه خیلی فهمیدید تماشابینان عزیز؟ تاجیکستان در همین احوال است. از 10 نانش 2 تایش در تنور خودش پخته می شود، 8 تایش از بیگانه آورده می شود. بیگانه نمیتیم گوید چی؟ در خانه بچه هایش به 10 نان ضرورت دارن، بیگانه نمیتیم گوید همین 2 تا نانه پخته کرده بریده دادنش در کن. ضروریات 10 نان با 2 نان پیش بردنش در کار، با 2 نان
اجرا کردنش در کار ضروریات 10 نان را با 2 نان. احوال تاجیکستان همین است. حالا بسیارا میگن که برای این چی باید کرد؟ فکر من چی است شخصا؟ در تاجیکستان باید پیش از همه 10 ساله کفالتی سرمایه گذاری داده شود. سرمایه گذار تفتیش نمی شود. سرمایه گذار از تفتیش نهادهای و نهادهای دولتی آزاد می شود. با استحصالگران، با کارخانه های استحصالی، خود در دهات استحصال میکند، خود در شهرک استحصال میکند، خود در مرکزهای معمولی استحصال میکند. کفالت داده شود که برق او 10 سال خاموش نمی شود. بدون خاموش کردن برق، اگر برق رو خاموش کردنی هستند 1 ساعت یا 2 ساعت باید آگاه کنند بعد خاموش کنند. کسانی که بدون آگاه کردن استحصالگر برق را خاموش میکنند به جوابگری کشیده شود. کسی که برق کارخانه استحصالی را خاموش میکند، شرکت برق تاجیک باید در شرطنامه سالانه‌اش یا که شرطنامه‌اش با مشتری به عهده‌داری خودش همین را وارد کند که کارخانه های استحصالی را برقش را خاموش نمیکند. کارخانه های استحصالی و کسانی که به استحصال رو میبیارند در تاجیکستان نمودهای انداز به آنها کم کرده شود. در 10 سال با 10 سال مراتوری اعلام کرده شد یگان نفر کارمند دولتی به تریتوریش نرود برای تفتیش. انداز سپرده شده است تمام. طبق کاربرد الکترونی، همه کارهایش الکترونی است و طبق درآمدش، طبق محصولات وارد کردهش، طبق استحصال کردهش انداز را سپرده شده است، باج را سپرده شده است. به تریتوریش یگان کس 10 سال نرود تا جان گیرد. یگان نفر از عائله پرزیدنت، رئیس جمهور خصوصا در 10 سال به دنغرگی ها مراتوری اعلام کرده شود که در یگان شرکت گرد و اطراف تاجیکستان آنها شریک نباشند. یگان نفر دنغرگی، با یگان نفر دنغرگی 10 سال مراتوری اعلام کرده شود به یگان شرکت تشکیل شدگی خودش شرکت تشکیل کند، به شرکت تشکیل شدگی رفته شریک نشود، اکسیونر نشود، سهمیه دار نشود. یگان نفر دنغرگی خودش شرکت تشکیل کند، در خوجند تشکیل میکند، شرکت میسازد، خودش سازد، کپیتالی اولی نشود خودش گذارد، خودش پیش رود. لیکن تا 10 سال مراتوری اعلام کرده شود یگان نفر دنغرگی اولاد پرزیدنت، نزدیکان پرزیدنت، همسایه های پرزیدنت، هم قشلاقی های پرزیدنت، هم محله های پرزیدنت، هم ناحیگی های پرزیدنت یگان نفرش به یگان شرکت رفته شریک نشود. یگان دنغرگی. و اگر پرزیدنت زورش میرسد به هر یک شرکتی که بعد از ساخته شده به فایده در آمدنش یگان دنغرگی رفته به خود شریک شده است، او را از شریکی بیرون کرده شود اگر رئیس جمهور زورش میرسد. این رو به خاطر چی میگویم؟ به خاطر آن که همین پشتیبان همین ها هست که همین رئیس جمهور هست که اینها رفته به کارخانه های تیار، به استحصال وارد شدگی، به فایده وارد شدگی رفته شریک میشوند، اکسیونر میشوند و رفته بعد از 1 سال 2 سال از خود کرده میگیرند. بیچاره را چنان تنگش میکنند که میپرتاید، کارخانه را گرفته میرود.
برای همین این محلچگی نیست، این کار از کار گذشته رفتگی است. برای همین گفته شدم من کار از کار گذشته رفتگی است. حالا ببینید در تاجیکستان بلیط های هواپیمایی 2 برابر کشورهای همسایه است. حالا این به این موضوع امروزی ما چه دخالت دارد؟ دخالت دارد تماشابینان عزیز. وقتی که نرخ خدمات رسانی های نقلیاتی قیمت شد، البته نرخ محصولات هم قیمت می شود. حالا ببینید یک نفر میخواهد، یک نفر تاجر، یک نفر صاحبکار میخواهد با کشورهای دور و نزدیک رفته قرارداد به امضا رساند، محصولاتش را در تاجیکستان استحصال کند، سرمایه گذاری طلب کند، برای سرمایه گذاری لایحه پیشنهاد کند. او یک قرغیز، ببینید همون مثال عادی است. یک قرغیز میتواند، یک قرغیز صاحبکار میتواند با $50 سفر کند، یک تاجیک با $500. در برابر یک تاجر قرغیز رقابت پذیری یک تاجر تاجیک صفر می شود. یعنی این حکومت است که در تاجرهای ما را در رقابت آنها را کند کرده ایستاده است. بر رقابت یعنی قدرتشان نمیرسیدگی کرده ایستاده است. یک تاجر قرغیز به $50 سفر میکند، برای جستن کلینت یک تاجر تاجیک به $500. این در چه حال است؟ در آن حال است که تماشابینان عزیز حالا میگن که با نرخ قیمت میبیاید، سوزشواری قیمت است. بیاید اگر به خلق دلتون میسوزد، به خلق دلتون میسوزد، همین در سال 2022 روسیه اعلان کرد که به تاجیکستان 830,000 تن سوزشواری بدون باج میدهد. باج نمیگیرد، همون میفرستاند. انا همین از حساب همین 830,000 تن سوزشواری شما همین 830,000 تن سوزشواری نفروشید و به نقلیات های جمعیتی صرف کنید. حالا ببینید این 830,000 تن 260,000 تنش بنزین است، 310,000 تنش سوزشواری دیزلی است، 40,000 تن سوزشواری آویاسیونی. همین 260,000 تن را به نقلیات جمعیتی استفاده کنید، با نرخ ارزان وارد می شود. 310,000 تن سوزشواری دیزلی را هم به نقلیات جمعیتی استفاده کنید. 40,000 تن سوزشواری آویاسیونی را هم به نقلیات آویاسیونی استفاده کنید، نرخ را ارزان کنید. 50% باید نرخ را ارزان کنید. نرختون از نرخ قرغیز، از نرخ ازبک باید فرق نکنه، بلند نباشد. در این حالت فایده شما است. هیچ کس پول صرف کرده ازبکستان رفته پرواز نمی کند، پول صرف کرده قرغیزستان رفته پرواز نمی کند، از همین داخل تاجیکستان از داخل کشورش پرواز میکند. ازبکستان رفتن سفر گفتگان، خطر گفتن. هرچند خطر سفر دور و دراز شد، خطر همین قدر دور و دراز است. ازبکستان رفته از فرودگاه ازبکستان پرواز نمیکند، از همینجا پرواز میکند. در این تا ازبکستان رفتنش یک شهروند تاجیکستان خوراک میخرد، گرسنه میماند، یعنی خوراک، آشخانه استفاده میکند تا حاجت خانه استفاده کردنش پول میایستد. کیسه تاجیک خالی شدنش این ضرر ملی است، ضرر کشور است. تو کی ما به همین فهمش رفته میرسیم؟ هر یک پولی که، هر یک مبلغی که تو یک تاجیک از کشور، از سرحد کشور به بیرون صرف میکند، این ضرر تاجیکستان است، ضرر ملت است. کی به این فهمش رفته میرسیم؟ یک تاجیک برآمد به جای که در آشخانه تاجیکستان همین آشش را خورد، به آشخانه تاجیکستان مبلغش را دهد، از فرودگاه تاجیکستان استفاده کند، پرواز کند،
از فرودگاه تاجیکستان پرواز نمیکند، این یک ضرر. بلیت هواپیمای تاجیکی را نمیخرد، یک ضرر. از آشخانه تاجیکستان استفاده نمیکنه، یک ضرر. که ماشینی از سرحد گذشت نقلیات کشور بیگانه را استفاده میکنه تا فرودگاه، این همه ضرری ملی است. چقدر کیسه تاجیک خراب شود همون قدر ضرری ملت است. کی به این فهمش ما رفته میرسید؟ بیایید من روسیه بدون باج 40,000 تن بیتوم میداده است، 30,000 تن مازوت میداده است، 100,000 تن کوکس نفتی و 50,000 تن گاز مایع میداده است. همه همین مالش استفاده کنید به نقلیات جمعیتی، اما ارزان کنید. چرا قیمت میکنید وقتی که بی باج میگیرید؟ 830,000 تن سوزشواری بی باج. اون میگوید این با نرخ قیمت. من روسیه داده ایستاده است به شما 830,000 تن. خودش یک بار حساب کنید چی نیازتون چقدر است؟ نیازتون چقدر است؟ من داده ایستاده است از حساب همین. اینا میگیرید شما میفروشید، با افغانستان میگذارونید، با دیگر جاها میگذارونید، حتی با قرقیزستان. من دیدم امورا خودی مثلا گریم با ما 260,000 تن بنزین بیاید، در قرقیزستان 650,000 تن بنزین میباید. این بنزین را چیکار میکنن؟ میرن میخرند از قرقیزستان با قاچاق به تاجیکستان میگذارن، به افغانستان میفرستن. تاجیکستان اسحاق حلقم قاق اینها میگیرن میبرن ترانزیت براهای جدی. خد بیاید به ملت خدمت کردن رو سر کنید. اینجا پایان برنامه امروزی ما است. یکی شما را به الله میسپارم. امیدوارم که اگر این پیشنهادهای ما شود، نرخ استحصال هم ارزان می شود. مالی که استحصال کرده می شود وقتی که مصرفش زیاد نیست ارزان به بازار پیشنهاد کرده می شود. وقتی که یک نفر می تواند با مبلغ کمتر استحصال کند هوسمند می شود. استحصالگر زیاد می شود. کسی که هوسمند شده است استحصالش زیاد می شود و نفران دیگر تشویق می شوند. چرا ما چنین نکنیم؟ یک شرایط طبیعی وجود دارد. با طور طبیعی می توانیم پیش برویم. اقلا حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ کار نکند به مردم. اقلا با طور طبیعی پیشرفتی با راه طبیعی مردم خلل وارد نکنند. خیلی پیش می رویم ما. اینها نه اینکه خودشان پیشرفت میکنند، برای پیشرفت مساعدت میکنند، حتی به پیشرفت طبیعی همین خیلی روند طبیعی مردم مانع گذاری میکنند. این بسیار بد است. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه تحلیلی دیدگاه. تا دیدارهای بعدی یکی شما را به الله میسپارم. امیدوارم در سال نو، در سال نو 2022 تاجیکستان رو به رشد می‌بیارد، رو به پیشروی می‌بیارد، اقتصاد ما ترقی می‌کند و سرسانی، سرگردانی و دربدری و مهاجرت ما کمتر می‌شود. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه